خب السلام علیکم دوستو و هموطنان. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت سلامت هم باشین. در حال میگیریم اول پدیلیت لایک دیزلایک ترلایک جرلایک همشان میمونیم. انا بعد در صحبت شروع میکنیم. امروز ما یک گوییم که موضوع داریم. من خدمت پدیلیت کردم در فیسبوکم و شما هم حتما پدیلیت کنین هموطن عزیز. امروزه دوستای عزیزم هموطنای عزیزم امروزه صحبت ما میرود برای مهاجرو هست. سوالم برای مهاجرو هست و جوابم از مهاجرو انتظار هستیم. امروزه سوال جواب ما سری او میرود که از مردم مهاجر، یعنی در مهاجرت وقتی اومدی چند سال هستی و چی دستاوردها داری، یعنی چی پیدا کردی و چی ها تا گم کردی در همین وقت، در همین 5 سال 7 سال 10 سال 3 سال 2 سال 4 سالی که تو مهاجر هستی. در همین مدت مهاجرت تو چی دستاوردها کردی در حیاتت و تو چیزها تا گم کردی. یعنی عیناً همین مسئله و ما امروز میبینیم میسنجیم یک جایه در همین وقتی مهاجرت بدنی تو، یعنی دست آوردی تو زیاد بود، چیزی که پیدا کردی زیاد بود یا که چیزی که تو گم کردی زیاد بود. و عیناً در همین مسئله ما سوال ها داریم. در آخر ما خودم سری موضوع گفتنی ها دارم و تا قدر امکان شما هم باشه هموطنای عزیزم کمک میکنین و فکر نظرتون میگین. در اینجا ما مصلحت میکنیم. هر یک انسان دا تا بگیم 15 منوت وقت داده میشود که یعنی همراه من سوال جواب کنه. از او زیاد ما داده نمیتونیم، برای که تاجیکستان یک چند پیغام ها اومدن در تو از تاجیکستان، یعنی شکل پوره نوار ها تماشا کرده نمیتونن، برای که اینترنت من یعنی که به نهایت کم است، قیمت است، ضعیف است. ما یک نوار جوش میشود تا 4 روزه 3 روزه تماشا میکنیم، چسبیده 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 تا آخرش میاد. اولش یاد من میبره که چی بود مسئله موضوع در چی. برای اما کوشش خواهش کرد که یک چند آدم، یک 15 آدم خواهش است که اکا همین نوارات کوتاه‌تر کده پرتایی تا که ما همون حداقل یک نوار تماشا کنیم، تونیم هم رو تماشا کنیم. برای خاطر هموطنمون برای ما گفتم که هر یک انسان هم قبول میکنیم تا 15 دقیقه همراهش صحبت میکنیم، برای خاطری که او طرف تاجیکستان هم دیده بتونم او شما رو، یعنی که تماشا کرده بتونم. انا اینجا شروع میکنیم. اول از یکم درآمدگی برادری است که اکبر. انا سلام علیکم اکبر. بعد بابای عادل. و علیکم السلام. امیدوارم خوب و صحت سلامت باشی. الحمدلله. اصلا استادی سلامتی اکات خوبم. تشکر برادر عزیزم. ببین امروزه موضوع ما یعنی که یک موضوع ساده عادی میتوه، اما بگیم که پایانش خیلی هم مثل همون کلی سرس چقدر است نامعلوم است. مهاجر هستی یا در وطن؟ مهاجریم در وطن. وطن نوم شاید نومی وطن همیش نمیم و چیمو میرزن. چند سال میشه برادر مهاجر هستی؟ 3 سال میشه. یعنی که 3 سال است مهاجری؟ 3 سال شد. خیلی 10 سال 15 سال میریم من خیلی. نه همون از اولی می اومده میرفتگی چند سال شد که خیلی چیوش نگو کوتاه شنی. اولی که مهاجرت کردی 2003 اصلا نیام 10 سال. برادر عزیزم در 10 سال خود چی دست آورده ها کردی در همین
مهاجرت 10 سال فعالیت غریبی چی دستاورد کردی؟ یعنی چی ها کردی؟ زن گرفتی، خونه گرفتی، ماشین گرفتی، بگیم نمیدونم پول جمع کردی، خب چی دستاورد کردی در همین 10 سال مهاجرت؟ 10 سال مهاجرت ای خدا را شکر خیلی آبادی کردیم. خب ای شکر هم قش گفته همو نه اکه برادر بیا شکر این چیزا را طرف میمونه، ما کنکرت نه سوال میکنیم، کنکرت نه جواب میدیم. خودت برادر عزیزم در 10 سال چی دستاوردها کردی؟ خیلی نه زنگ رفتیم. ارزشش چقدر است؟ ارزشی دستاورد چقدر است؟ اگر هم خیلی ادسه نبود کنیم فرض کردیم خودت نمیوز یک خریداری اومدی نمی خونه ما ماشینی ما، یعنی که او چیزی که خودت دستاورد کردی همه امور چند سم بها میتی؟ 0. چند سم خریدی همه امور راسخود کردی؟ میگوی که چیکار کردیم گفتین من نفهمیدم توضیح. خیلی زهر کردیم هم، زهر دم گویا هر روز زهر خوردیم همین کار کردیم اصلا. مایل او طرف شما برادر، ما او طرف چی خوردی چی پوشیدی او طرف نمیگیم، ما میگیم که حاضر هم دستاورد 10 سال فعالیت کاری در غریبی مهاجرتت، همین دستاوردی که کردی، خونه گرفتی، زن گرفتی، ماشین گرفتی، همین اگر ادسه نبود کنیم امروزه ده خودت چند سم نرخ امورا بها میکنی که اونم قدر چیز از خودت پول داره، میلیونری اونم خونه تا ماشین تا اونم چیزا را باید بخری، چند سم ده میخری خودت، چند سم بها میتی همو دستاورد؟ هم دستاوردها خیلی تای 10,000 20,000 30,000 50,000 دلار 70,000 دلار چقدر بها میتی؟ 50,000 دلار اینه. 50,000 دلار همون اون چیزی که در 10 سال یعنی که دستاورد همون 50,000 دلار همون خلاص ارزشش. بله گم کردگی چیزوتا بله چی بله. تا گم کردی و ارزشی او چند قبل؟ اینترنت هم ضعیفه ایسر، اگر تکرار کنی بسیار خوب میشود. میشود گم کردگی چیزو در همین طول 10 سال در غریبی در تاجیکستان گم کردگی چیزو یعنی که چی گم کردی؟ چند سم ارزش داره چیزی که تو گم کردی دیگه نمیابی شورا؟ چند سم ارزش داره؟ پدر مادر اکا دودر گویم که اماکی خیش تبار تقایی مثال گیریم نمیدونم با همه یکی چیز گم کردیم اصلا، مهر پدر مادر گم کردیم، همه چیز گم شد، همه چیز رفت، یگون چیز ندیدیم، نه مهر فرزند دیدیم نه فرزند دیدیم، کلان کردیم فرزند. فرزنده رو فقط در تلفن میبینیم اصلا، چیکار کنیم دیگه؟ این همه ضرور امری شیرین جانمون در همین غریبی پیر شدیم رفتیم، نمیدونیم چه خیلی جوانیمون گذشت، جوانیمون چی بود کی بود، اومدیم در همینجا فقط توالت توزه کردیم کنی، یعنی خلق توزه کردیم گشتیم، چی کردیم؟ هیچی نکردیم. یعنی از نگاه خود در 10 سال مهاجرتی دستاوردت زیاد بود یا گم کردگی زیاد بود؟ گم کردگیم اصلا، گم کردگیم. یعنی در 10 سال گم کردگی مالت زیادتر بود. پس ارزش مهاجرت برات چی است میوی؟ ارزش در خوخی حالتی که از معلومه، دستاورد زیادتر گم کردگیت است. معلومه اوخی داو جرم میره میگوی مهنت حلال کنم و مهنت حلال نون برام و خونه را نمیمونن، تام کار بکنی که همین نون حلال بری به خونه، نون حلال بردن به خونه تا میاسم من بیام میگم حلال باشه، نه که همون را پیدا میشود پلیدای خوبی حرام شو که ایامو یاسم تو باید پاره بتی همو یاسم تا کار کنی. هم خیلی شیدگی هایی که همین توالت میره هم پورت میگیره بعد توالت میدروی، هم خیلی شیدگی هایی که همین آدمو را هم خیلی کرگی هایی که دیگه که همین به پوره به یگون چی کار نون تایفته خوردن، فقط حرام اخریدم تاجیکستان هم کار پوره میتی، هم پوره دیهندش هم حرامه، پوره گیرندش هم حرامه، همش میدونه، همه ملاش ایشونه، همش همین
زمین تاجیکستان چی کارگر حکومتی ягон هست одаме ки барои худат наздиктар буд гум кардӣ падар модар ака додар хеш табор ягон ташкил додар намедонем ки аст ака аст апа ягон инсоне буд ки дар та мисол хеш табор наздик буд ки ҳамро ту гум кардӣ کنهش گم کردم همه را گم کردم пас вақте ки ту аз дастовардат яъне як ҷо мерава як инсон ба як дастовард аз дастовардат тура гум кардагит зиёд боша яъне худат ҳозир айни ҳол ба фарзандат ё ки намедонам ба акат додарат ё ба ҳамватанат чӣ тавсия додагӣ мебудӣ яъне биё ҳамин муҳоҷират ё ки наё чӣ тавсия медодӣ худат аз нигоҳи худат арзиш дора омадан арзиш дора муҳоҷират ارزش عموما ارزش نداره пайғоми худат عموما آدمی که اگر با عقل باشه دنبال وطن خودش میگرده وطن خودش آباد میکنه کسی و کثافت ها آزاد میکنه ما چون همه میتونن همین توجیک نمیکنه пайғом бародар барои мардум охирон пайғомат бародар барои мардум кӯтоҳтар пайғомат барое ки дигар одама қабул мекунем поён давҷа одамо омадагиян уям гуфтанӣ дорад اصلا برای مردم یک گپ می سخن میگم مردم بیا همه رمونیم هم دمی وطن خودمون بگیریم تازه کنیم نماله حلال بیایم بخوریم در اون وطن خودمون یا پاره هم باشه به منت باشه در اون وطن خودمون باشیم و پیش پدر مادر خودمون باشیم یک کس نام گذاشت که در بالای سرش باشیم در اینجا با زور زور نگیریم نولا و تاق نگیریم دایست تشکر برادر توکلت به خدا خدا نگهتون داره خدا نگهبان تا که ما دیگر برادر قبول کنیم برادر دوستای عزیزم اهالی یوتیوب کانال خادم خلق یعنی اهالیش جمع از 7,500 گذشت این هم با تشبوس هر یک تای شما بود با دستگیری شما بود با подписаться کردن شما بود خای بگیم همون شما بدین که همین از 7,500 گذشته یعنی 8 شده ایستاده است ان امیدوارم که یک کوشش دیگه کنیم 10,000 میشیم بعد دوستش با مایده اهالیمون زیاد شدن میگیره خب بابای عادل السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله برادر امیدوارم که خوب و صحت و سلامت باشی هزار مرتبه شکر پروردگار خب بابای عادل امروزه موضوع ما یعنی که موضوعی بگیم که ساده عادی راستای موضوع هست و میتوه اما بگیم مثل حوضی سرس پایانش چقدر است اگر بکنیم چند سال است مهاجر هستی خودت دروغ نگم یک 20 سال زیاد دست آورداد بابای عادل چی دست آورداد کردی در همین 20 سال خانه خریدی ماشین خریدی کسی خریدی نمیدونم ویلا خریدی فهمیدم اصلا نماندی نه که گفتی من ریخته فهمیدم میگه باور که میگه که در تخت سلیمان میگه به خوک وطن هیچ میگه من برادر عزیز یک یوری و رفیقی و با رفیقو نشستن فهمیدی برادر عزیز با رفیقو با پدر و مادر نشستن یا با برادر یک جو بدن گم کردم برادر عزیز میفهمی بهترین نعمت‌های دستاورد چند است بابای عادل خودت اگر نام خدا کی یک میلیونر اصلا والله کی من برای زندگی کردنم با معنی من نمیدونم برای بویگری نیست اصلا من پروسو من ارزشی که فهمیدم ارزشی که خودت میگوی ارزش بهترین مقدسات و چیزی بود که در وطن انسان باید میبود در وطن زندگی میکرد حیات خودش میگذرون در وطن چقدر که اوزی گفتیم در نزد برادرو در نزد خواهرو در نزد مادرو در نزد خیلی دیگر خیش تبورو و در نزد مردم توجیک در وطن کار فعالیت باید میکردیم برادر حیات در غریبی گذروندیم برادر عزیز با خاطر که وطن ما آباد میشود و آینده ما چیکار میکنیم با وطن لیکن برادر ما دیدیم که نه اینا همش خیلی
پای در پای گفته همون بچه های مالی میگن که همش پای در پای همش رای حل خودش میواکی ما پکلینی ما هم تا پای در پای اومده و رفتن میگیره برادر پای 33 نه مایل بابا یادین بیاین بیا هرمون یک کار میکنیم خودت یک پولدار هستی و همون چیزهایی که خودت دستاورد کردگی هم میدونی چیخ ماشین خریدگی خونه خریدگی همه را باید امروز بشور گیم تا یک انسان بیگانه باری باید بخری چند سم بها میتی همون مالکیتی دستاوردی 20 ساله غریبی تا چند سم نرخ بها میکنی خودت اصلا من باور که والله حسابشون نکردم همون رو یک چیزی نوچیز میدونم برادر جان نه هم приблизительно چند سم بها میتی приблизительно بهاش چند سم میتی دلار خطی میگیریم 50,000 دلار 40,000 دلار 100,000 دلار چند سم نمیتونم گفت اصلا راستی приблизительно 70 تا 80 تا خیلی 50 40 تاش بگو خیلی 40 تا 40 تا در 20 سال دستاورد 40 تا گم کردگی چیزا چی است چند سم ارزش داره چیزایی که گم کردگی ما خود گفتم که پیدا کردن نمیتونی برادر عزیز من اون چیزی که همین گم کردگی گفتم که انا خیش تبرم و توی میکنیم برادر جان در تویوشو اشتراک نمیکنیم همچی یک انسان و رحمتی بوبیمو مرد خدا رحمتش کنه ندیدیمش تقوام مردنمو خیلی ندیدیم برادر عزیز در تویوی فرزندو اشتراک کردن نمیتونیم برادر عزیز انا خلاصه که این مبلغی که ما گفتم که ما این حساب کردن نمیتونم برای که این نوع چیز بهترین نعمتی که برای ما خداوند انا فرمودگی های دودگی ما محرومیم برادر عزیز یعنی که پس چرا 20 سال این مهاجرت اختیار کردی استادی در حالتی میدونی که یعنی گم کردگی چیزات از دستاوردت گم کردگی زیاد گم کرده استادی یعنی مهر گم کرده استادی بگیم که بله ما فهمیدم پیش مادر نبودی چی ترا مجبور کرد که 20 سال غریبه استادی در همون مینوس برادر عزیز انا این همش برای خاطری انا زندگی برای خاطری فرزندو را تربیت کرده برای خود خوروندن زیوندن میفهمی برادر عزیز ای 2011 12 بگیم 14 بگیم ما الکی فهمیدیم که بس که این خیلی که ما فکر میکرده بدستیم او خیلی نبوده است با کدام خاطر که ما فکر میکردیم که وطن ما عبود میشوه ما وقتی که دیدیم که توجیک زندانی میشوه با طول 23 سال برادر عزیز ما وقتی دیدیم که اگر من یاد میکردم که ماشین بگیرم در وطن بعد انسان فکر میکنه انسان اول فکر میگه که ببین جوتا بمون پوتا وقتی که من خواستم که ماشین بگیرم نالوگ ماشین حساب کردم که خیلی چی قدر دادن در کار بنزین چی قدر ای او در تاجیکستان من کار دارم ندارم برای چی من ماشین میگرفتم بنزین کار میکردم برای کسی برای یک شخصیت کار میکردم که 10 سومونه یا که 7 سومونه یا که 6 سومونه من بنزین میخریدم و از روسیه رفته 2 ماه ماشین کتایسم میکردم و بعد پولم تمام میشد با ابرد نمیگشتم میومدم این برای من او قدر چی نبود برادر عزیز من ایستادم فکر کردم ای روزی که من همین چیزا را فهمیدم از روزی که فهمیدم که فرزند ملت بگنو نابود شده ایستاده است از روزی که فهمیدم وطن در خطر است از روزی که فهمیدم که وطن فروخته شده ایستاده است برادر عزیز در همین راهی به مبارزه بر اومدم برادر که دیگه ما راه نداریم یعنی که آخران پیغام و توصیت به نسل هایی که مثال حواس مهاجرت دارن فردا میخواهند بیاین بگیم دیگر انسان ها جوانایی که امروز پدرشون میگن که بچم کلان شد است که میره مهاجرت در کار میکنیم میم زنت میتم ماشینت میتم یعنی مهاجرت میره توصیت چی است همچون انسانی که همین روزا را دیدگی خدد میگه که نادیده ها در ارمون دیدگی ها پشایمون برادر عزیز یک مطل توجیکیه واقعا ما همین حیات هم مزه حیات ندیدیم برای چی؟ برای که سیاست ویرونه برای که انسان خوشبخت زندگی کردنش اول سیاست شه
او میگن که وقتی که امی بزای گوای چیزی که یک جوکی خوب میشوه هم جوی خود چچکور میکنه توزه میکنه و بعد همجا خوب میشوه ما در صورتی که وطن ما خونه ما کریشش همو بومش میگیم بومش سروخای او میچکه که ما دوجا حیات نداریم و با مردم چی گفتنیم مردم جوانو عاقبت فکر کنه که شما هم زن بگیری زنات در خونه میمونه پرابلم تو سر میشوه گپ خبر تو سر میشوه در جا مشکلات در وطن ما خیلی شهروندی روسیه را داریم ما ملت روس می نداریم به خاطر که تو امروز چیکار کردیم یک روز نمک میگه چه روز اندیشه کرد انا به هر حال کو به دیده استودیم که وطن خود ای خدای وطن خودمون ای خودمون ای کوشش غیرت باید کنیم که وطن خودمون رو آباد کنیم و در وطن خودمون در انا گیردی همو پدر مادر خش تبار یار رفیقان زندگی خودمون زندگی با طرز انسانانه زندگی کنیم برادر نه در مهاجرت نه با این لقای انا چرکین نه با این لقای کاری و نه در یک کینه و طعنه دیگر کسایی که به سر شما ما میارن که شما پناه خیلی یا که خیلی او خیلی مهاجرت یک سال بود مهاجرت 2 سال بود ما اگر که راهی حل زندگی را میافتیم در 2 سال و همین مهاجرت خاطی میرفتیم زندگی مو 100 روز میشید در صورتی که خونه ما وطن ما که کریسوها هستن کلموشای هستن که و سری ندارن که انبار ما را چیکار میکنن میزنن میخرن و ما میبریم پر میکنیم یا چیکار میکنن میخرن با همین خاطر که حیات وجود نداره تو وقتی که این کریسو از بین رفتن تو وقتی که این ملت یک سرور عادی یک سرور با منفعت ملت کار میکردگی نه با دزدی خودش خش تبور یا را اخربوش خطی برای ملت تو ما نکنیم که زندگی همی خیلی میگذره خیلی آینده از با برادرها را مشکلاتشون که با میفهمه که با چی گم کردگی بسیار چیز والله گم کردگی خرسندی را گم کردگی اصلا نه زندگی به معنای پل نیست به معنای خونه و به معنای پل به معنای این نیست زندگی خشی داره زندگی با زن با فرزندو تربیت فرزند مردک 2 سال میای در روسیه میگردی 3 سال در روسیه میگردی میره 2 ماه میستی و این حیات این زندگیه مردم دیگه کشورها را بی 2 ماه اگر ای وطنشو دور شون از زن فرزنداشو دور شون این برای او فاجعه ای در من حاضر 9 سال شده است که وطن نرفتم برادر عزیز من 9 سال شده است که نرفتم مگر این فاجعه نیست برای ما بابا دل انا از خودت تشکر میکنم خودت پایان دم استی یگان تا شید سلامت باشی رحمان اسکی اومد میبرم و بله. تو که گفتم که خاطر مردم تاجیکستان که نوشتن کوتو که بهترین تصمیم گرفتی اصلا بچه‌ها رو تست جواب که فکر نظرشون رو بگن در این مسئله شیلگی هم 11 12 مینوت جوابشون میتونم تشکر شما پایان دا بستین ان شاء الله که انا فوته بینی فندق فوته سلام علیکم بینی فندق سلام علیکم رحمت امیدوارم خوب و صحت سلامت باشه ان شاء الله شما سازه تشکر در غریبی هستین در وطن بله در غریب چند سال میشوه طولی 1 سال عموما اصل چند سال است در غریبی هستین از همون 0 شروع کردگی آمدگی سالتون تو این سال 1 سال 1 سال نشد برادر نه آمده 1 سال در خونه فکرم تلپوای خوبه نه همون صدای نه خیلی ارالش بود برومیست جای کار بود برای اوای آها در همین 1 سال برادر چی دستاورد کردی چی گم کردی هیچی دستاورد نیست داری برادر چی گم کردی هیچی گم نکرده ما نامدگی ما میخواستم از شما یک سوال یادی بفرما شما طرفدار دموکراسی هم برادر خب دموکراسی یعنی که آزادی خب انا آیا دموکراسی کفر است اوخی دامنون دموکرات یارا توالет چتوزا کدا خورد هستن مردم تاجیکستان اگر کفر باشه تو همو حاجی میرزا تمامو پولی همونجا هر روز صدقه میگرفت میخورد انا ختم اومده و 2 میلیون مردم تاجیکستان دیگر هم اومدگی در همینجا بگیم که پولی دموکراتی خورد هستن
چی فرق داره؟ همین چیزا قانون اله برادر. قانون اله باشه چی میکنی در روسیه؟ هجرت کردن فرض است، به خاطر که ما فرض. کی گفته هجرت کنی توالت بکنی فرض است؟ کوچه بروی فرض است؟ کی گفته ایرا؟ در کجا گرفتی گپ خدا؟ دولت اسلامی باید باشه که برادر. میگم ترا کی گفت که بیا در روسیه استرویکا کار کنی؟ یا که ما استرویکا کار نمیکنیم برادر. چی کار میکنی خدا؟ پاور کار میکنی؟ بله. خب نمی دولتی کفر در گشتنت نمی نگاه خودت تا که تو مسلمان بوده. از دیدگاه قرآن و سنت پول همو را گرفتن خوردن پدر مادر تا خراندن پاور همین درست است؟ البته از دیدگاه قرآن و سنت در اینجا شرط شروع داره زندگی. از دموکراتی هم در تاجیکستان شرط شروع داره، درست است؟ خب سلام علیکم. سلامت باشی. خب مهاجر این مهاجر بگیم که هوی خورد. خب از قزاقستان برادر شما رو قبول کردن نتونستم، برای که شما همون چیتون محکم است. اگر کوشش کنین امکانیت باشه همون چیتون هوی کنین ساز کنین، پس از اون من شما را بتونم که قبول کرده. خب دوستای عزیزم، هموطنای عزیزم، امروز مهاجرا پول نیروز دیگر نمیدونن چیکار کنن و کجا برون. حتی که در آمدن در همیجا اگر که ندروین، من کوتاه‌ترین بگیم که فکر نظر خدمت میگم. انا مهاجر سلام علیکم. از قزاقستان من شما را قبول کردن. سلام علیکم. شما یه بار درست کنین همون سایت بعد داخل شوین. و علیکم سلام مهاجر، خوبی؟ یک دو سه. شکرانه الله، شما خوبه تنجه؟ تشکر. در وطنی در غریبی؟ وطن غریبی آمدگی نیستی یکم بار؟ رفتگی هم. چند سال بدی در غریبی؟ 20 سال. با میای غریبی یا که تمام دیگه کنشنی وطن یه هفته بعد با میریم. یه هفته بعد ما میریم. خب در همین 20 سال مهاجرت غریبی چی دستاورد کردی؟ همه کودکان خودم جمع خونه کردیم، همه زندگی همه کردیم. همه زندگی تا چند سوم بها میتی خودت؟ ای با خدا قسم هیچ نمیدونم. همین تستر یک زندگی ساز شوه. از سوید میمره. نه مایل سوید هم مردانش. در همین 20 سال دستاورد تا چند سوم بها میتی؟ اگر که خودت سسترانه یعنی که دیگر طرف بیستی همو مالکیتی که دستاورد کردی همون رو بها بتی چند سوم بها میتی؟ نمیدونم خیلی گمانی گپا. چی است؟ چی گم کردی در همین 20 سال؟ در همین 20 سال همین مهر محبت پدر مادر وطن فرزند همه اینو ارزش یک گم کردگی ما ارزش نداره، نرخ نداره. خب پس چرا دیگر مهاجرت میایی؟ برای چی دیگر وقتی که میدونی که او چیزایی که تو گم کرده ای ارزش وابشه نداره بگیم که خیلی سنوت کنی، نه که اون چیزی که دستاورد کرده ای هیچ خودت بهاش ندادستی، پس چی باز مهاجرت میایی؟ سبب چی است؟ سبب به پولی بکاری قیمتی شرایطی روی شرایطی خوب نبود. خیلی حکومت عیبی کیه؟ خودت عیب نداری؟ من چی عیب دارم؟ مکه من یا شهروند من تو وابشه عیب نداری، گناه نداری. چون خیلی عیب نداشته باشیم همینطور میکنم. یگان عیب نداری در همین حالتی که سوید میبره نرخ و قیمت هستن خودت یگان عیب نداری؟ خیلی یگان گناهگار احساس نمیکنی در همین حالت؟ میکنیم. چخیل؟ برای که این همه خواب کردیم میترسیم گپ نمیزنیم یگان ای حقوق خودمون دفاع نمیکنیم. این همینطوری. پس ببین برادر، در حالتی که میدونی که مهاجرت دستاورد نداره در جای بغرض از گم کردن چیزهایی که برای تو ارزش دارد، بله. یکی با میره همونجا
وقتی که میدونی که اون حالتی که وطن هست در اینجا سهمی هم هست که تو خاموش هستی، اما بازم هم خاموشی را اختیار میکنی، بازم هم جایی که میره که باز تا چیزایی که قیمت ترین تا گم میکنی. چی با ایده تش اختیار داری در حالتی که نه رایو صدا بلند کنی وطن تا خوب کنی، در وطن بیستی، یعنی که راه درست شا انتخاب نمیکنی و راه کجا انتخاب داری. حیات حاضر همه حیات خلق تاجیکستان همیتا خیلی که مثال همی خیلی گویم همی پامی تیمور حاضر همی آینده فرزند تا کی میبینی خودت؟ آینده فرزند تا کی میبینی؟ از میگوی خودت آینده فرزند رو به خدا قسم یا به سوادی همی به هیچی میبینم. خب چیکار میکنه فرزند آینده؟ چیکار میکنه؟ آینده هیچ، آینده باید این برای و خونه، آینده باید خدمت کنه که خیلی شانس ها و خیلی چی انمی شانسی که خودت خاموشی، انمی شانسی که خودت خاموشی، پس آینده فرزندت چی میشه؟ همیتا میشه مردیکور، یعنی کسب پدر. خاک چیکار میکنه دیگه؟ وزیر مردم استانه همی من اهمیت میتیم ده میگردم همی بچه های یوش همی پامی چون همی ترکی باید همی تیز مکتب تیار کنن، همی بونه ابلا و کرده که با همون رسیه را هود کنن. وزیر نامجا یک مردک یک چی گفت که دیدگی ها در آرمان گفت نادیده ها پشیمون همی تریده. بعد که خیلی میرن بچه هایش دیگه میبینن اونجا ای حیات دیگر را که دیگه بعد همین راه را انتخاب میکنن میتونن. نه که این کاری خوب نیست، این کاری نمیشیدنیه. بچه ها را باید قپن خانه، نه که سواد نیست، تربیه نیست مقصده همه سیستم همه جیت. شما گفتن گیرین برادر من وزیر کم ترک توصیه خودت برای مردم برادر، یعنی که خاک خودت آینده فرزند تا مردی کار دیدیست، با مردم چی توصیه میتونی کنی؟ با خدا قسم خاک ای گپو نه این توغوریش گپ زدن در کوریا خیلی میره گروه ایمانی تا میکنم لیش نه در خلق کمبغل نیست، یگون راه نیست، همین در خلق کمبغل راه همین میخونی همین بچه که همین برومد چی با بونه ابلا باید اوی خره رو تمام. تشکر برادر عزیز برای فکر نظرت، انشالله که دیگر را قبول کنیم فکر نظر دیگر رو من دونم که کارو نغمدی خپی موخه اکو زیان خود مونه باید من اختم بونه میشه اکا جوان در امان خدا باشی، خدا نگهبانت. خدا نگهبانت. میبینیمش خیلی میشه برادر، ولی هم خیلی میشه که گفتی هم گفت دام میگیری بعد او روز شدیده بعد میبینی فقط دیگه که پیش فرزند در شرمگین میمونی میگه اونا و کدن کچی بات نبودی. انا یوسف سلام علیکم. سلام علیکم برادر استناف. و علیکم سلام، امیدوارم خوب و صحت سلامت باشی. الحمدلله خوبم وزیر اجداد، امیدوارم شما خوب و صحت سلامت باشید. سلام به تمام بینندگان شما، به همه مهاجران سلام. سلامت باشی برادر عزیز. چند سال شد در غریبی هستی؟ طول 11 سال میشود در غریبی ام برادر. خب در طول 11 سال دستاورد تا بها بده چند قدر دستاورد داری؟ در طول 11 سال دستاورد هیچی ده هیچی. مثال خونه کردی، ماشین خریدی؟ نه یگام چی همین در زندگی چیزی داشتم در همون چیزی بود همو ایده دیگه در همون خونه چیزی که بود همون نواگیری خیلی ازمینه короче نو ничего нету. چیزی که گم کردی در 11 سال چی بود؟ در 11 سال گم کردگی من این جوانیم بود. جوانی من در غریبی گذشت، دور از پدر و مادر، دور از خویش و تبار، دور از وطن. همه خیلی علم‌آور گذشت جوانیم، در خواری و زاری گذشت. روزهایی بود که گشنه گشتیم، تشنه گشتیم. در зимой, во время зимой, ну где-то 35-40 градусов ما در بیرون خواب کردیم. خنک کم عذابای سخت دیدیم که خداوند نکرد دشمن شد یا عذاب گرفتار نکنه. دشمنی کس خداوند غریب نکنه. این غریبی اکد
باور کن برادر کسی که غریبه درد غریب نمی‌فهمه. ببین خطه چی مجبور میکنه که همین از 11 سال طاقت کردی؟ منو زندگی مجبور میکنه. زندگی همین زندگی اگر چنده که همین یک معاش خوب حداقل 1800 2000 سوم در وطن جای کار بیام والله قسم کو همین روز خسته میرم 2000 سوم بیام کو همین روز من خسته میرم در اون وطن کار باید شرایط کنه در وطن باید ترا کی شرایط کنه در وطن کی شرایط کنه حکومت وظیفه داره که شرایط کنه اگر در حالت حکومت نکرد حکومت کی نکرد که مجبور خلق بخیزه یک izmenení روای کنه که یک حکومت بیاره که مردم دستی مردم بگیره یک از طرفدار مردم باشد و یک مردم مزاری باشد یک سیاست نوی باشد که نه تنها برای یک اویله چون که با یک میلاد هم فایده خودش برسه خطیب یک میلاد اخلا خدمتش با میلاد برسد و نه اینکه برای 4 نویره و 4 دختر و 500 دماد یک شخص بیاد که در فکر مردم باشد در فکر مردم که 11 سال در غریبی بودی یک بار فکر کردی که اینا باید تغییر دادم در این حالت یکم بار فکر نکردم برادر راست گفت چی دروغ گفت نفهمیدم چند فرزند داری من راستی گفت یک 5 سال میشه اویله دارم نمیخوام فرزند داشتم خودم نمیخوام حاضر در دلم در نیتم نیست همین خیر ای خداوند باوری داره امروته یا که اویلت در تاجیکستان است نه در تاجیکستان نه چون که زندگی خیلی زندگی تاجیکستان خودم میدونید خودم به خدا قسم خودم همین نیتی فرزند داشتن ندارم ای خداوند میگم پروردگارا وظیفه مرد در پیش زن چی است وظیفه مرد در پیش زن تامین کردن همین تامین کردن زندگی تامین کردن نفسی همون زنک چون که ما امروز نامرد شدگی ملت تاجیک نامرد شدگی من با چشمای خودم دیدم من والله قسم با چشمای خودم دیدم همین همسایه خودم دیدم که 3-4 سالشه در مسکو زنش چیکار میکنه من همین روزا رو میبینم خجالت میکشم با خدا قسم خجالت میکشم آماده فرزند آماده با فرزند تیار نیستم همین چیز خودم نمیخوام شخصا یک ببین برادر خودت اگر نخوای شاید ینگه فرزند داشته باشه البته میخواد نه که همین کم در چه بگم اویله‌دار شدی در حالتی که فرزند به دنیا نیاری با کدام مقصد برای نفس تقوانه کردن نه برادر مقصد این نبود مقصد زندگی مستقلانه بود چون که یک شکست خوردم یک شکست از طرف یک چند نامرد یک شکست خوردم زندگی بعد زندگی درجه گفتن شهر نیست خیلی میفهمید خطون خیلی برای 2 سومپلی وایشده می آدمات تو مسلمانی ما مسلمان سرش میگیره برای 2 سومپل شده باور که ای زندگی خیلی خداوند نکرد انشالله مردمی بیناموسی تاجیک کمتر خداوند ایمان و ناموس بتید توفیق بتید ای خوابی گرام بخیزند ای حق و خودشون دفاع کنند برادر عزیز اون انسان هایی که اون جوان هایی که امروز در تاجیکستان آرزو دارن که فردا مکتب بود کنن یا که نمیدونم یک کار بود کنن و بیاین روسیه من این برنامه را خیلی گرفتگی سببش همین است که همون یک چیز به گوش همون جوان کودکا دودارو برسونیم که یعنی آمدن در روسیه هیچ که دستاورد نداره در اینجا فقط گم میکنی ما باید نشان بتیم بوده هوس ایجا را نخرن به همین مقصد عیناً همین روز همین برنامه را بگیم که گرفتیم خب برادر خودت توصیه خودت بگیم که با همون دودارایی که آینده آرزوی روسیه آمدن دارن یعنی همونو بیاین دستاورد میکنن یعنی پیشروی میکنن یا که قفا میرون من یک دستاورد برای هم جوانایی که این روز در آرزوی روسیه هستند برادرها دادرها خواهرها اپاها کسانی که در وطن میخوان به مهاجرت برگردن که تا که آرزوی یگانه شما اگر مهاجرت باشد والله قسم در زندگی بعد خطاگی کلام میکنید در زندگی همه چیتون ای دست میتید یکم چیز ای دست میتید شما جوانیتون ای دست میتید عمرتون همین با غم و درد با اندوه با یک علم از دست میدید یکم چیزی که شما از دست شما دوری پدر و مادر است
گرچند پدر و مادر که نباشد دوری خیش تبار است. دوری باور کن از این وطن بیرون بدنش خودش یک درد است. چون که میبینن در اینجا یک دقیقه برادر عزیز بابای دل اگر که خودت یگان سوال داشته باشی در بین بچه‌ها دا یگان چیز داشته باشی انا دست بگیم که کامera تا گریون که با بکش اشاره که ما داخلت کنم اگر داشته باشی همین ما داخل کنم مدرای داخل کنم همو هر حالتی که لازم شید همین بکشو بگو که داخل کنم از رازا کامera تا بکش داخل میکنم. تمام بابای دل سلامت باشی. بابای دل یک مبارزی هست که بگیم از سال همون خطا نکنم 14 15 سال است یا 16 سال توی امروز بگیم که شعر سنوی خوبم قطعی بگیم حجوی که در حق حکومت مشکوک شدگی انسان است. این اکل برادر عزیز یعنی که تفسیر تا آخر سخن تا بگو تا که دیگه آخر سخن همه که برادران کدام که خواهش همه غریبی دارن خواهش راسیه دارن خواهش میکنن که این فکرتون بر بگردید این فکرتون خطا است در زندگی بعد اشیبکای کلام میکنه در زندگی اگر با مهاجرت میل داشته باشه والله قسم همه چی را دست میده. چون که ما ببینیم دادرها برادرها از دوما میغلطن از یک باور کن یک خودش یک درد با شما میگم برادرها التماس این فکر را از سرتون دور کنید یک کار کنید یک سیاست نو به دست بگیرید. یک چیز از سوزی من برادر یک چیز از سوزی من همینجا همراه هر مون میمونیم کسایی را چیکار کنیم ببینیم خبر دارم جوشیدن یک دقیقه من و زمینه در اینجا انا ما یک چیز است میبینیم یک جوان است بیم این جوان کار کرده ایستاده است در مغازین. اگر اینترنت دا دیده باشه ندیده باشین ببینید نمو جوان کار کرده است وضعیتش. خب این جوان است این مرد این از تاجیکستان است. ایش انا میان غریبی انا همه درد غریب ایش بلوگر است برای مرده یک بلوگر روس و روس اوجه مردم با تاجیک باورش نموند. او یکی برش می اومد او یکی باعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای عزیز همه جا یک کس مرده است کمک شما لازم است. دیگه او دا باور نمیکنه نمیتونم برای که همش تو شیطانی میکردم پول میکردم. حاضر بلوگر روس برای تاجیک پول جمع کرده است. بلوگر روس برای مرده تاجیک یک قزاق بچه قطعی پول جمع کرده است که مرده تاجیک روان کنن تاجیکستان. 22 ساله جوان مرده صاحب نداره در غریبی. تشکر برادر عزیز. همه غریبی همه درد غریب همه دیگه یگان وای نیست. برادرها یک بار دیگه خواهش میکنم والله قسم این فکر نکنید. دادرکا کسانی که مکتب تمام میکنید با مهاجرت راه که میشه التماس خواهش میکنم از شما همچون دادر قند به خدا قسم نکنید این فکری ای همه خطای در حیات یکم اشیبکه یعنی حیات شما بای میته در همین غریبی میتید. همین کارا رو نکنید. ای ملیساش گرفته ای ایش گرفته میایید در همین توالت تازه کرده والله قسم باور کن یک پست ای همه کاری پستی که یعنی در موصول همین مردم تاجیک است در همین برنی موصول مردم تاجیک است دیگه یگان میلاد نیست. خب برادر عزیز گوش میکنم. شما جوانو رو توصیه دادید که سفر نکنن نیاین و ایران شما در نظر ندارید که مثال ابله میشوند مثال که در وطن پدر و مادرش نونی خوردن ندارن انا خلاصه که رای حل دارن یعنی رای حل چه فکر کرده که همون نیاین چخیل گشنه چخیل نمیتونه تشنه چخیل روی او نمیره یا تشنه چخیل نمینوشه یا که
همین چی باید کرد به فکر شما؟ البته رای حل داره برادر، البته رای حل داره. بخزن مردم ما که مردم بیناموس نبود، در تبا بیناموس شده که یک بخشش به کسانی که سخت میرسد، یک خوگ فرزندش چخه میشی به سر زوری میکنه، یک حیوان، یک مرغ، یک چونچقه. این مردم ما را میبرند چین بخزه حق خطان دفاع کنه. سیستم را علیش کردن در کل، یگانه راه ما سیستم را علیش کردن در کل. تمام سیستم ما علیش ها انشالله ما تمام خوشی های زندگی میرسیم. والله قسم کو ای اروپا میگذاریم. برادر همین یک توصیه دیگه ما لخدت میتونم، همون توصیه که هم جوانو دکدی کو همون را ختم ایشالله که بگیم که سختش بگی ختم دیگه نه یا ایشالله تاجیکستان عبود میشه. تشکر برادر عزیز برای فکرت که دیگه فکر نظرش فهمیم خدمت نگهبانت باشه ایشالله. انا خوب که باشه زنده چیه زینالدین زیدان. خب زیاویدین بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم اکا. علیکم سلام. اکمل خوبی تینجی؟ تشکر، امیدوارم شما خوب باشین. برادر عزیز چند سالشی در غریبی ها هستی؟ ای بخدا اکا سالی خدا دروگم نکنه 94 96 خدمت تمام کردم. 97 روسیه اومدم. اینا خدا را شکر یکن 50 در اومدیم. انا موضوعتون درباره چی اکا؟ امرت که انم قدر قریب امرت در روسیه یکم 50 در امی روسیه 23 ساله اکا بیدم 23 ساله بدم در پرستیم دیتا و 22 23 ساله روسیه اومدیم بعد خدمت وطر مادر عدو کدیم خستیم نفهمیدیم اکا. دستاورد تبو که در همین قصال چی دستاورد کردی خدا در همین؟ یعنی که خونه اکا خدا را شکر دستاوردم زنگ گرفتیم فرزنددار شدیم صاحب 3 فرزند. خدا را شکر انا که ایروز اومده همین اوغلایی که فرزندای من فرزند کلانیم 2003 مای مایدکیش 2009 مای انا اکا دودرم می ندنیخ ایمه خفش سخت شد. برای چی؟ وای دودرم پرلگت کرد که فرزندی کلانیش 2003 مای خیلی که دیتا میخونه در جایی با قول خودش دیمگیش سیمگیش یکش 2006 یک دیگهش 2007 یو باید مکتب بخونن علم بگیرن. انا میولا قبضگی ما زندگی قینای ما باید یولا یا بالو کنم راستی کنم دوای کروچی یا بالو کنم یولا ما باید بایی کنم نکنم زندگی نمیگذارم. ما گفتم که گه تو نخوردگی دیگه جایست. ما همی قصری سال تا همی وقته تا 2016 17 را فقط در خدمت شما بودم. کسی را گفتیم آوردم جا کردم صاحبی کار شدن صاحبی کار شدن این گودکای 2005 2006 شما کی جوری میکنید یک جان اکمالکا این 2005 2006 چند پکلی نمیشه نمیدونم چهارم پکلی نمیشه یا پنجم پکلی خیلی فرض کردیم چهارم سیم همون گفتنیم که نمیدونم که این درس ببین برادر عزیز همون دودارد یا مردک از پیش از زن گرفتن پیش از 3 تا فرزند به دنیا آوردن همون کیف کردن یگون بار فکر کردگی بود که فردا زندگیم خین میشه یا که با کدام مقصد همین مردم ما گودک میکنن همین با مقصدی که فردا زندگیش خین شوه او کار کنه پدر بخرونن با مقصد میکنن چه خیلی است همین انا میشه خدا بزنم اکا جون انا میشه من نکی نمیفهمم من نمی راستی در زندگی میکنم خدا را شکر زن فرزندم همین جای زندگی 100% خونه و در خودم همه 100% من 3 فرزند دارم های خدا را شکر انا دو دارم های خدا را شکر 7 فرزند داره 8 داره
برادر حسنایی آخه میگم اوی برادر سه زینالدین تا چهار تا با معنی که بس آخی برادر او زینالدین گفتی خودش همون کون با کون خواه میره و برومده است برادر زینالدین برادر زینالدین لبا یکر شما را چی بودور کرد که در همین کانال بذروی این همی خفاگری دو دارم کی گفت شنا گرفتم کی بچه هاشا بگیرم بیارم خب شما نه میگم بیا یکم او خیلی سختی بعد نمیگیریم ببینه که همین دستاوردهای خودت همین که یافتگی تا چند سوم بها میتی در همین حیاتت زیاویدین خدا بزنم اکا اکمال اوکی اگر جا چند دستاوردی کنی نکنی که وطن وطنه نه هم بهاش بتی اگر چند سوم مثال گیریم بهاش میتی همون مالکیتی دستاورد من خدا را شکر اکا خاک بها بگیم خیلی 4 پلوس بگیمش میشه اینا گم کردگی چیزات الو اکا نفهمدی سوالتون گم کردگی چیزات در همین سال غریبی بدگی چیزها تا گم کردی که چند ارزش داشت اکا خرسندیایی که در اویلمون در خونمون بود گم کردم آدمایی که مثال خش توارو مثال برادرم مثال قریبم که مردن یورا ندیدم با چی مثال بسیار چیزا را باید دگیم اکا جون بسیار برادر عزیز باوری داری که بعد از سر خودت همین فرزندات رسم خوبی توجیکان را گم نکنن ایشالله اکا دید انشالله من همی هر روز 1 ساعت 3 بچه دارم هر سیش هم میشنونم میفهمونم چیه کی کیه چه زندگی کنده کرای ما باید چه در زندگی باشیم چه پدر مادر گرفتن در کار برادر خلاصه که اهمی زندگی دوول نیا یادی وطن میکنی نمیکنی انمی یادی وطن میکشم اکا جون دوول نیا پدر مادر حیات هستن در کار برای پدر مادر حیات هست خدا را شکر پدرم 80 ساله شید ندنیخ مادرم 75 ساله پدرم کتر وزمی شیدمی ندنیخ به خدا عذاب کشیدیم یک اپیراسیایی که ستند میگن برای دیل رگوی دیل هایی کردن شما باور میکنین که همین نرخ همین در تاجیکستان چند سومن شما میدونین همیره همی یک ستندی که ای اوچی پرستوی اپیراسیایی همی شپریس قطی همی رگو را رگو را هوی بکنن همی $2700 شدگی هست که 1 ساعت پردازت کدگی نیست ای اپیراسیایی برادر رای حال مشکلات رای حال مشکلات را چی میبینی؟ اصلا همین سوال جواب داد تمام همین سوال جواب داد تمام رای حال مشکلات را چی میبینی؟ رای حال مشکلات را چی میبینی؟ چیکار کنم در کار؟ اکا برای مردم ما با فکری ما بانو خدا کو برای گپ برای مردم ما با فکری دیگه یگان کار کردن نمیشه اگر نه چیکار کنم در کار؟ دیلم موندگی ای مردم دیل موندگی او شیروی نری که سولوی 90 بدن کو اکا و نیستن خدا چی فرق داری؟ هم توجیک بود خطان توجیک است ما انا یکی همین جوانوی سولوی 90 ما همون شیروی نرو نیستن اون سولو نیستن اوزی آدمایی که ها سولوشون 90 ایسی یا گنده که جون فرق میکنن ایمو گنده فرق میکنن تشکر برادر عزیز برای فکر نظر تشکر انشالله که امیدوارم که از یوتیوب رحمت اکمل اکا رحمت ما با شما هم اعتقادی کلام داریم اکا و دل زنده باشی برادر باشی سلامت باشی خدا نگهدار انشالله خداوند با ما هم وقت به اعتقاد باشی دوستای عزیزم 7,500 بالا شدیم یعنی که اگر نگاه کنیم اهالی یوتیوب پراپیسکا در اینجا بپولای نمو مجقی تمام پراپیسکا شدگی پاسپورتت میویا بعد با نزدیکی دختر نمیگذاری انالیز نمیسپوری
ана бигем ки коронавирус да тест намеспори, ҳичи намекунӣ. Наминҷа прописка кардан хитуна бепул. 2 та прописка кунӣ, сеюмаш падарка. Иншоалло умедворам ки 10,000-ш мекунем. Ку ана Чуртак, салом алейкум. Астанаев. Ва алейкум ассалом, ака Астанаев. О, часпидайся Астанаев. Бародар Чуртак мешнавӣ? Чуртак бир омад Астанаев. Хуб, куҷо шид? Не. Чуртак бир омад. Чуртак бир омад. Хитам овозо часпидай шудан. Сангали, салом алейкум. Фақат салом алейкум. ва алейкум салом бародари азиз, имкон боша ҳамон носа партофта барое ки дар ҷои ҷамъиятӣ. Не, бе нос кашидагӣ нестам. Нос кашидагӣ нести. Салом алейкум. Хоб бародари азиз, дар мавзӯъ бародар ҷон. Аз аввал гӯш кардеси бародар? Гӯш кардесам. хоб дастовардо дар ғарибӣ ҳасти худат ё дар ватан? бовар кар ҳами дар ғарибӣ 30 солай мерам ё. Чӣ дастовард кардӣ дар ҳами 30 сол? Дастовард ҳаме ки хай худоро шукрш, мисол хона кардем, ҷудо шидем, зан гирифтем, бачара зан додем, ҳаме қашидай. ҳамаи ҳамира агар дар ҳам хел бозор бирорем чанд сум арзиш мекардӣ? Яъне чанд сум нарх мекардӣ ҳамиёро ҳамаша? бовар ки агар ҳамиёро ҳамаша дар ҳами ватани худат мекардӣ бу дигар буд. безор гум кардагиё чиз аст дар ҳами 30 сол? чӣ гум кардӣ? гум кардагӣ падар гум кем, модар гум кем, ҳамсоя гум кем, бародар. мерай фалониш рафт мегаҳед, иш рафт ё ҳами ҷаи занг мезанад мега фалони қазо кард. одамои шинос ё чӣ маҷбур кард бародар, чӣ маҷбур кард ки 30 сол дар ҳамин ғарибӣ дида дониста ҳамин аҳвола дидести ки хеле наздикота гум кардеси, қиматиёта гум кардеси, не ки ҳамира дида дониста 30 сол бигем ки дар ҳамин ғарибӣ истоди. Чӣ маҷбур кард? 30 сол бовар ка ҳами зиндагӣ маҷбурот мекунад. ина мегӯй миём имсол кор мекунам, мисол хай мерам дига намиём. мерай уҷа нест, ягон чӣ нест, бо ҳамун меҷа қад маҷбур мекунӣ. ҳамин гапат як ман ҳар вақто дар байни гапҳо як анекдот мегӯм. дар ҳамин гапат як анекдот дига дар ёдам зад. ана биз вақте биғиз мешидааст, дар вақти таваллуд карданаш қасам мехӯрдааст ки дига така қати любов крутит намекунад, яъне ки наздик намешавад. баъд аз ӯ бигем ки зоидан баъд алаф палаф ҳама мехӯрдааст, дардш мерафтааст ку баъд медидааст такар ҳами ришошам тария ба мекунад ку ришошам меҷимона, забоншам мебирорад. бо биз мефуридааст ки пеш такая бор дига бирава хаме гуфтааст ҳами охирон дов. бо вақти ҳам таваллуд карданашда бо биз қасами дунёро мехӯрдааст ки дига ҳаёте дорам ку такада наздик намешам, барои дардш мегирад ку азоб мекунад. яке боз баъдам дардш чишидан бо ҳам такара бинам бо хушиш меомадааст ки наздик шавад така. бародар ин гапат 100% гӯш куда. ман ҳамин чизоро тамошо мекунам. ина Муҳаммад Иқбола, мисол шуморо, дигарша ҳамиёро тамошо мекунам. мисол дар ҳамин гирди ванаи ма бачаҳо кор мекунанд, чӣ мекунанд. пеши ҳамо мерам, ман ҳамин чизоро аввал хеле чӣ намекардам, аҳамият намедодам. ман дар сарам фикр меомад ки чӣ ба ки ма билад ҳар сол мегӯм ки мисол зиндагӣ бешава, якбора вайрон мешава. мисол ман ҳами мухолифҳои шумоем, ман лично не ки гирди ванада мерам, он бачаҳоро нигоҳ мекунам, ҳама телефон дора, чӣ дора, вообще ба дигар чиз кору бор машғуланда итари парво надоранд ки мо бояд чо кунем, чӣ кунем ки ҳамин зиндагии худмона дигаргун кунем, ки мисол як беҳ шававу мисол наем нарем ҳамунҷа кор кунем. ҳаморо нигоҳ мекунам, агар ка ба кору бор уиш музика тамошо дора, уиш чӣ дора, баъд мегӯем гӯш кунем. мардум шумо вообще ақл дорен ё не? Она шумо бара ҳамин
مهاجرت ما 30 سال میرم میام در لوبای پلاژنش ما غلطیدگی هم ما مثال لوبای خیلیش در کیده تنشیدگی مثال به پولان موندگی ازو بانک کشیدگیم همش نه که شما همی فقط باید کار کنیم و سون جمع کنیم و خیلی این لایبونی میترسین ایمی تماشا کنیشان میترسین همی کمتر تماشا کنین عقلتون در جوشون میاد آخی مثال یک رای زندگی را میفهمین یک چی را میبینین همی یک خیلیش باور که ای تماشا کردن میترسن ولی لایکش اوسو بیسته میگم خیلی نکنین آخی شما کمتر باید ترا میفوره که با فرزندت بیا با فرزندی ترا با فرزندش بیویا چوکان در کور میونه بستن در کور همی موجیرو همی درغم پولشی رفته گیم خیسته رفته این خوب دف کن در کور اخی توکه یا قدی حال و ایلش مخرم میگرده ایجا خلق بیچوره در ازوب میمونه تفسیه خودت با همون جوانهایی که مثال دودارکو فرزندایش مثال شما که امروز پگا مردیکاری اومدنیه یعنی پدراشون بعضیش یک بلیت گرفته روی کرده ایستاده تفسیرت چی است در امو بیوین یگون برد میکنن یا که بای میتن در حیاتشون زندگیشون چی است تفسیرت کوتاه اینش از همی مثال ای ابلو میگریزم یا ای خدمت میگریزم یا اما خیلی بای میتنه که برد نمیکنن مثال بایان میتنه یا همی یا خیلیش نمیفهمن که در همون توجیسون میره باور که نه اینترنتت میگیره نه چید میگیره رنگی همی گوسپاندی گرنگی فر میگردی ایا کجو ایا همی سر خیزم ایا کجو یا نولانون بیاو اوجا رنگی گوسپاندی کاری هیچ جمعه بعدی جمعه فهمی تشکر تو که فکر نظر دیگران رو هم بگیریم سلامت باشه که انا خوب زرفشونی بچه سلام علیکم سلام علیکم رحمت الله و برکاته و علیکم سلام امیدوارم خوب صحت سلامت باشی رحمت شکر خدا در وطن غریبی راستی گپ بگم از 2004 تا این جانب در غریبی دستاوردتون بگین بعد از یعنی چی دستاوردها کردین در همه از وطن دور بدن تو یگون دستاورد نیست یگون عبودی نیست خب در غریبی چی با یگونه در غریبی یگونه نفهمیدم میگم در حالتی که اومدن 1 سال نشید 2 سال نشید 3 سال نشید همین دیده است نشیده است است چی با دلش همینجا اومدن میگیرین هر سبب چی است من برای شما گفتم که از 2004 اومدگی تا امروز ما ولی به وطن برنگشتیم آها یعنی چی هاتون گم کردین بعد از خدمت حربی در همین مهلت چی هاتون گم کردین برادر پدر از دست دادیم خیش تبارو بسیارش گذشت بیبی در یکون نه در توی بودیم نه در زنده نه در مرده خب با چی خلاص آمدی برادر عزیز در آینده چی نیت داری چی خواهش داری در آینده چیز نیت دارم نیتی ما یگون همین است که هموطنان هم از سرجم شویم به وطن برگردیم خب بس بدگیز اگر این خیلش بگیریم زندگی خودم به خودم تینج است من اویلام در میجه است فرزندم در میجه است خیلی روز دختره همش زندگی من تینج خوب من از زندگی خودم در اینجا یکم چیزی ندارم و دلم برای وطنم میسوزد برای هموطنان میسوزد تشکر برادر برای فکر نظر شما تو که دیگران هم من فکر نظر فهمه سلامت باشید در امان خدا نگهبانتون خب بوریس سلام علیکم بوریس میکروفون تا بکشو نه بوریس نیست خب که باشه عمر سلام علیکم عمر علیکم سلام و رحمت الله امیدوارم خوب صحت سلامت باشی شکر خدا برادر عزیز چند سال میشه در مهاجرت هستی قریب یک 11 سال ده
دستاوردات بگو برادر، چند قدر در همین 11 سال چی ها دستاورد کردی؟ چی دستاورد کردیم راستی گپ هیچ کمی نمیرسید. هم زندگی میکنیم کار بر 2-3 ساله یه بار میریم میستیم یا ما بو میگردیم میریم اکا. آن چیزی که گم کردی در 11 سال چی بود؟ چی ها تا گم کردی؟ خیش تبارو را گم کردیم. اینا مثال بچه هم اکیم میشول ادینو گذشت خیلی بسیار مثال خیش تبارو پدرم. آرزو داشتی برادر عزیز در حیات؟ کنیش نکه آرزو داریم کدام آدم آرزو نداره اکا ها. آرزو چی هست؟ آرزو چی هست در همه حیات؟ خیلی آرزو رو سیگم اکا آرزو کار کردن وطن رفتن در کار زندگی کردن در کار وطن رفتن در کار لبه در روسیه کار کرده وطن رفتن در کار است. نه هم وطن دارم خیلی کار کنی مثال نه خوبه. چند سم میخواهی که در همین روسیه آیلی که چند سم باشه همین چخیل میخواهی ماهجده چند سم میخواهی همین کارت میفورد که هم قدر بیاری یک ماهده چند سم است 50,000 100,000 200,000 ماهانه چند سم معاش میخواهی؟ های ماهانه مثال 70 تا 80 تا مثال مثلا در همین 70,000-80,000 چی کارو را کردن در تیار هستی خدا؟ کوچه رفتن، توالت توزه کردن، برف توزه کردن، چقری کندن، بیتون ریختن، بگیم شکاتور کردن، شپکلیفکا کردن. خب در کدام همین کارو تیار هستی؟ همین کارو را میکنی؟ همین کارو خیلی گفتگی هستن. کارو خیلی گفتگی. اگر یک روز بیای بگم من 80,000 میتیم ماهانه یعنی که ما در همین درون گرشاک در کاری کردگی ما میکنم هر روز تو بگی بر پرتو امرو میکنی همین کارا اکه روز که بکنه میدونه که اودم مجبور بیا با فکر کنم 100,000 ماهانه پرلگت کنه 100,000 میتونم همین کارا میکنم تا هر روز همین را میگیری میبری می پرتو میشوی با میاریم گرشاک اکه اصلا اودم مجبور شوه شاید ممکن بکنه اکه ما فکر میسو خیلی اکه اودم زوده هر کشیدنش ممکنه با همین سوخته که توجیک رفته است سیاستی که مثال در توجیکستان گوهر داره که آینده همین مردم با همین احوال گرفتار شدن. نفهمیدم اکه همین سوختاری که رفته است در توجیکستان گوهر داره که آینده با همین گفتگوی هستن همین مردمی توجیک دچار شدن. برادر اگر که یک روز بیا 70,000 اویلی کد بتیا بگه که هر روز 12 ساعت کوچه میروی قبول میکنی همین کارا؟ به کار مونه مجبوریم قبول میکنیم اکه اصلا یا چیکار میکنیم اکه سلامت باشی برادری عزیز انشالله که تو که فکر نظر دیگر رو فهمی بعد همو یکی بسیار همین طرفداری میکنن پاتو بگو خی این همین دمو پیش همون وعده در حد خونه در گرفته بود اکه پاجرنیکا اومدن اکه پاجرنیکا او نزدارم به او اومدگن اکه فهمیدی؟ برادر پروستا دوزی رشاتی بارون نگرفتگی خیلی بارون نبورده است و گفتن که بارون بوشه خاموش میکنیم علاوه موضوع ما امروز دستاوردهای و گم کردگی های انسان است انشالله خدا نگهبانت تا که باز دیگر روز که در این مسئله پجر صحبت میکنیم اساس یتیمов اینجا برادر توجیک نوشتگی است من شما را قبول کردن نمیتونم اجازت نداده است اینجا قبول کردن شما برآمده یک بار همون چطور درست کرده بعد از نو داخل شوید برادر اساس یتیمов سلام علیکم و علیکم سلام لابا کستانایف گابزه خب چند سال میشه در غریبی ها هستی خودت؟ که گون 10 سال میشه 10 سال در غریبیم 10 سال دستاورد چی هست در همین 10 سال برادر؟ اکا دستاورد ما خازوب نکشتم اکا ما انجینیرم نکی ما را وطنم میفوره فهمیدی ما میفوره که ارزوم در وطنم کنم هم چیزی میخوام بکنم در وطنم خب هم دستاوردات انجینیری مثال در همین انجینیری 10 سالی در انجینیری غریبی چند قد دستاورد کردی اگر امروزه سوم قطعیت سینه بکنیم چند سوم میستم دستاوردات چه بگم اگر خیلی بگیریم کو ما کودکی ما گم کردگیم ایپشی رحمونوف ما خیلی که میخواستم
дав ҳол чӣ ки бошам мисол калоншам ба воя расонам дав вазъият мо калон наштем и ҳамаш пишти Рамон фака ман нафаҳмидам хеле чӣ савол додисай неки гӯш биё ман дурусттар мефаҳмонам бародар эсесиятим бибин 10 сол худат ба ҳамон мутахассиси инженерӣ ё ки хонди инженер шидӣ ҳамин 10 сол дар ғарибӣ ҳастӣ ҳамун кор кардисти намедонам чӣ кор ҳамаи ҳамун дастоварде ки тоҷикистонда кардӣ чӣ кор кардӣ агар оценивад кини чанд қадар пул меист ҳамун дастоварду дар ҳамин 10 сол хай хондем хела места хела сум расход кардем мисол обши агар бигир расход кардем шояд ягон 30,000 ёфтагиёт расход кардагиёт не ёфтагиёт мегум خلاصه اصلا نرسیم خیلی گوش کوتاه کی بردش بسیارتر یا کی باختش بسیار ها ام خیلی بله خیلی کوتاه‌ترش میگیریم همین 10 سال مهاجرت چی‌ها تا گم کردی تا که امروز یافتش نمیتونی سلامتی ما بگیم میشوم مثال دوری ای پدر مادر فهمیدی دوری ای وطن مثال وقتی که ترا پاستت میزنن فهمیدی مثال شما فکر نکنین که مثال سومی نغز مییابی و چی نه مثال یا جمعه ترا تاند میکنن که تیچ کی فهمای اینا رو ما گم کردیم مثال در لبای جمعه روسیه هم رفتگیم در روسیه هم نمی تی نیکتوی نام ایرپورت باخته کو پاستت میزنی برای ما برای آدمی که غرور داره کو اکا این به هر چیزی بزبای سوم پون خوینه نه که نام ایرپورت میره تاجیکت میگه سرم وایرون میشه ما کو نخه میگم که خلاش بزنم نامو ورسا من نمیدونم این برادرمو در روسیه چی بر زمین میروان چی بر توالت ورسا رو توزن میکنن این همش گناته که میگن که شما به سعودن شما هیچ دامش دروغه راست ایجا کو نمی کدومی زوره سومی کلون میگیره کدومی که نمی چی نسته قلعه فهمیدی به غرور بچه توالت توزن میکنه خفه نشم برادر ما میدونم مجبورم ما باید حقی خودمون بگیریم نام چی چیزی هست اسمی ایدست رامونوف دولیمون بگیریم ورا خلک اگه رامونوف نام یک چی پوشیلای نامو بوبوی سانگک گرفته مرا فریب کرد من نمیدونم برادر رو باخته کوی نیستوی تا در روسیه خیلی عذاب کشیدن برادر آدمایی که روسیه اومدنی هستن همون دودارایی که روسیه اومدنی هستن همون کودکا میشه هوس دارن بسیار انسانو آرزو دارن تستر روسیه برام توصیه خودت چی است برادر همچون тавсияи ман ҳамин ки мисол ман медонам падару модаршона гӯш мекунанд мисол калонтарра гӯш мекунанд калонтарои мо ай давраи иттиҳоди шӯравӣ мондагиянд вохчон соз фикр кардан наметавонанд чӣ кор кестанд гӯш накунед фикри худтон накунед аммо кори ам тоҷикистонда мешава ам бу кора бикунед на ин ам россия бахдои надиде мози камтар пеш видеода тамошо мекунӣ у бачаак мурда куна бахдо бача ёша аймада патсан аймада майдай او آینده داشت اگه پدر و مادر داشت آرزو داشت زن نگرفته چی بیچاره مرده کنه برفت اینا بخدو کو اینا بختون ما بختون ما ببینم اینا خودت مثال جوانی تا به خاطر ایمو به خاطر وطن مو اینا به اینا خودت نه در فکر زندگی اینا برادر تا اونا کشتن بخدو زیق میشه ما برای نمی چی میبرم هم جگه میزنم هیچ که اینجا چخه بگم امی آدمی که غرور داره امی جمعی همه مردکایی که نمی جمعیان گپ میزنن اما موژیکن غرور وایش که نم میرینن نمی دایوسان کو بیسوس میگردن باخدو کمی نمی جان نه برای گاو نایزد دایوسه بانو می الله میگم ما بسیار زوره داگی برادر دادی خوارو مو فوشگاری میکنن امی کاره باخدو مردا که غرور داره کو میبره گپ میزنن نمی جا آوا چه باخدو کو ما دیونا میشن بیا برادر اساسیاتیم بسیار ما از خود تشکر میکنم یک چیز ما جنتلمن هستیم یعنی مردک هستیم در حالتی که زن داخل میشه و یک زن باید ما جنتلمن باید چیکار کنیم در یک مادر یک زن داخل میشه باید جا بتیم همین یک مادر داخل شده است در پایان چهره شناخته هست و همین هم میگیم یه بار گپ میزنیم بعد ما مردکا میدرویم صحبتامون رو دوام میتیم چی گفتیم بابا یادی مال گپ خب انشالله که بعد ما میدرویم دوام میتیم اینجا چهره شناخته هست انسان هم بگیم که یوتیوب کانال خودش داره برنامه ها میبرن گویم که اگر کدومی که ابونه شدگی نیستین در کانال ادوکات قدیر و اگر خطا نکنم ادوکات معظمه هستم خیلی داخل شوین ابونه شوین این همه وقت فعال است
بگیم بسیار از درد جامعه بگیم اویلا جداشوی و تربیه های فرزند درست ندرست برای موندن برنامه ها دارد. خب که شما حاضر همونو من دیدستم من آواز شما را کشتم. شما یوتیوب خاموش کنین، از همو ای کامپیوتر در آمده باشین بالای یوتیوب ده بار کلیک کنین، کرست یوتیوب بجقین، یوتیوب خاموش شوه. بگیم که ایچی تون میسته، استریم تون میسته. شما اصلا برامدین رفتین ایسا داخل شوین تا که ما بگیم که شما را چکنیم. شما وقتی سیلکه داخل میشین یوتیوب استاپ مونین، یوتیوب استاپ مونین بعد سیلکه دروی. اگر ما را شنویدیسته باشین شما یوتیوب استاپ مونین بعد سیلکه داخل شوین. ما از همین برای که خیلی در پایان انتظار شدیستود با اجازت شما اول این زن قبول کنیم. این فکر نظرهای بگیم که خواندگی یک انسانی سالم است، یک انسانی صاحب عقل، انسانی که چندین سالها در کارهای بگیم که ادوکاتی کار کردگی است، بسیار کم و بیش زیاد دیدگی است در حیات. بگیم بسیار انسانایی بگیم که همون کاراش بردگی است، یعنی فرهنگ مدنیتی مردم بیشتر بگیم که درک میکنه، میدونه. انشالله نمیدونم اینا کجا شدن حاضر در این داخل شدن بعد داخل میکنیم اینا را. خب برادر اساس یتیمов انشالله دوام میتیم گپمونه برای اون که اساس یتیمов جنتلمن میگم استفاده کردیم یک مادر که این زن یوتیوبش پرابلم کرد، صدا دوباره شد یا اینکه از تلفنشون میدونن. دوام میتیم برادر اساسیتی مفید. یعنی توصیه شما با مردم دیگه همین کنکریت نه. توصیه ما با مردم همیه که بسیارش هم کلانترا و چیزورا گوش میکنن. آخه من نمیدونم ما باید تقدیر خودمون را کنیم. کلانترا وجه 10 سال عمر میبینن نمیبینن. رامون فهمیدن 5 سال بعد میبرن میرون. ما آینده خودمون همیه ما دیدم امروز در خبرها خوندم که قرقیزستان بود چی گرفته سر بیس پیلوت نگرفته سر چی کسته اون نیتی نگ نداره. این همی خدمانم، این همی رستم، این همی قرقیزستان بعد اینا پاتسان ندیدم مرده کنه بره بیچاره اونا او اتاو چه نه فکری بشخی بسیاری. من خب پدر مادر را گناهکار که اینجا هیچ کا فکری هیچ کار نمیکنه برادرو. ختون فکری ختون نکنی. اولی ما رو با هم ترس با هم کلون میکنن. یا اولی وقتی میفهمی کو دیر میشه میگو ای بچه ای خیلی بدایی یا تایمایی چرا نمیفهمیده که اینم خیلی بخت و باردم مود نگفته سیم کسب کش دزدی که غورت که خودت فکر که زندگی خدا هم روسیه دامو روسو توالت میروانی و نه تا همو چیکار داری. ما اگر بگیم که قدیم الایم غلام بدیم نه اخی ما ابن سینا داشتیم، اینا مثال عالمای بزرگ داشتیم که ما توجیک بدن و شاههای زور داشتیم. چی بعد شما هم خختون پاس میزن نه توجیکای افغانستان ببینید چه خیلی چندین سال مبارزه رسن. یگان هم توجیک افغانستان در روسیه توالت میروه. هم جمهوری هم وطن خودش ده. وقتو نمیام روسیه براون اروپا میرا. این نمیرا اینا برین اروپا برین امریکا برین خو گجو هم روسورا کون دمی پاستون میزنن. ما وقتو کو گاندا شو میبینم هم روسورا من اونجا رفتگی ما ایرپورت وقتو نمی سرد وارو میشه. هم قاطی گاب میزنن میگوی تیاگو موسری هم هماران کار میکنن. غرور مغرور باشین، غرور باید شما غرور داشته باشین. آیا گشنگی را بام برینه غرور ایدس نتین. ور کی بدیم چی شدیم. این همی اسماعیل سومونی موژیکوی یا نرمال دایوسه. اسماعیل سومونی برای که عربو توجیکو دا دخته ندادن گفته عربو را همی منطقه مو سرکه بود. موژیکو عربو نمیدادن مو را دخته. گفت شما چه خیلی گپه شما را دخته نمیتیم و شما را دخته میتیم. خیلی هم خیلی میکردن عربو. اینا نگاه او مسلمانی میگن اما مسلمان بودن با صحابه بودن خیلی گارینی بودن همون وقت میلادگرایی میکنن. شما را ما میگیم که بگیرن سرجم باشیم یک جای باشیم همین چی خیلی موقتی باشیم کروگی خیلی موقتی شما میچون دید میبرین او را داروس میفروشین پاسردنیکولی این همین روز ما تماشا کنم برنامه حسین اشرفه اونجا پاتو با این کارو میجا گا میزه با بزرگ دیگهش میگفتم اونو میترا میتمیسوسی نه دایوسو این همین دایوسو هنی پاتو را
лаънатиёра ира би ма бисёр мешиносем тари наби сагои қадирани ё бля накунем бародаро сарҷам шин дастгирӣ кунем адгиярта а чанд бо соли 90 дахил набудем ҳамаи намо хумандону чи гандан будан аймо биро ман баро ки ғурур доштам ам бобои сангак мерафт тай куни ам рус ам меруфт ёки сайд абдуллои нурӣ да манақали мечиндан ам рус пурус ам русо ай тарсара гирехтан бирафтан ам тоҷикистон барои ки во ғурур доштан вой тари рус биамара и тари кнав тари набудан шумо гаштаини русо мора да сарҳадмон ҳимоя мекунанд мора и тари ҳеҷ кас мора ҳимоя намекунанд ӯ просто инамҷа истода мезана меравад بله ولی امروز رحمانوف گفتگی که طالب اینجا التیمات موندگی است که ما رحمانوف خطی نمیخواهیم از رحمانوف رنگ احوالش ببین پیش مکرو میده و پیش دیگه کس دیگه همتایانی ما میگه ما را فرو депутат های تاجیکستان ها ببین زیایان تاجیکستان ها ببین گپ زنایی که در تلویزیون گپ میزدگی امروز رنگ عروس نوی دوران همتایان ما که ما 30 سال باور کردیم امروز ما را فروختن یعنی قطعی طالب رفتن 6 تن گفته امروز ندوال استفاده دارن تشکر برادر بله خود آدم خود زبا فکر خشد داشته باشه ایرا میفروشن رحمانوف اگر از طالب روسیه را بگه که من خطی رحمانوف نمیشینم ادکریت روسیه رحمانوف میگه که هوی بخی نمیخواد برای که منفیت از اوجا یعنی که خطر از تاجیکستان یگو خطر نداره خطر در اوجا است فردا پرابلم هم شدنش ممکن است بله برای همین که پرابلم انا شوه رحمانوف در کار شوه قربانیش میکنه میره و 100 تاش قربانی میکنه رحمانوف چی است برای روسیه تشکر برادر عزیز یتیم فیشالو که داخل شدن معظم خانی را قبول کنیم بابای عادل یک دقیقه از شما منظرت خوب السلام علیکم معظم خان خودی را یک ساعت معرفی کردم که جوش شدین سلام علیکم امیدوارم خوب سلامت باشه اوزم به فکرم خوب رفته ایستاده است نه افسوس شد اوزی شما خوب امروز ما فکر کنم با خبرتر هم هستین سختی باید خبر نداشته باشین یا کم کم نه خبردار هستم خبردار شدم برای این موضوع خیلی جالب است و وارد برنامه شدم راستی گپ نتوانستم که طاقت کنم من بعضی وقت موضوع شما را گوش میکنم معقول میشه داخل میشم شما همون قرضدار نمانم گفته اومدم خیلی باشه راست نه گپ به قرضداری هم نیست لیکن موضوع خیلی جالب بود موضوع درد جامعه است واقعا هم زیرا مهاجران ما خیلی بسیارن در روسیه و در دیگر دولت ها خیلی بسیارن اگر خطا نکنم از 2 میلیون زیادن قریب 2 میلیون باشن برای خیلی زیادن و بیشتر از 2 میلیون هستن بیشتر از 2 میلیون هستن و موضوع شما خطا نکنم در مهاجرت چی برد کردن و چی باید دادن درست؟ بله عیناً همین است که انسان ها سالهای طولانی غریب میشوند برای یک دستاورد کردن اما دستاوردی همون انسان ها بیشتر هست یا اینکه اون چیزایی که گم کردن بیشتر هست در غریبی سفر کردن درست اینو ببینین که در اکثر برنامه ها مردمی که در داخل وطن هستن من نمیخوام با نام بی‌ضبط گیرم اونها رو زیرا انسان هستن توجیکی هموطن ما هستن بگویند که اکثر مردم برای مهاجرت برآمدند یعنی با خواهش خود چون گپ هم شدگی بود بسیار میشود لیکن این رو ببینید که مهاجرانی که عین حال با شما پیوسته شده ایستادن یا اینکه با دیگه نفران پیوسته هستند این موضوع رو رد میکنن اونها از مجبوری به مهاجرت برآمدن و چی دستاورد آوردن من همه رو گفتن نمیتونم خیلی گوش کردم برنامه شما رو و دیگر برنامه ها رو دستاورد مردم مهاجر ما کمتر است از اون چیزی که باید دادن اکثریت من خودم هم شما هم و دیگران هم من مهاجرت گفته میتونیم در غریبی گفته میتونیم هجرت گفته میتوانیم نمیدونم به کدومش طریقه میگیرد چرا باید داده من از خودم میگیرم از همه عزیز رو مقدس رو من باید دادم شخصا من خودم مادرم رو باید دادم از در اون وقتی که من در هجرت بودم قریب که 5 سال شده ایستاده است که من بیرون از وطن هستم سبب 5 سال شده ایستاده است 5 سال میگن 50 سال شنیدم نه سال 5 رفته ایستاده است که از وطن غریبی هستی
дуруст дар 5 сол аст ки 5 сол мешавад ки аз ватан берун ҳастам. бисёр чиро бой додем. Ман шахсан аз ҳама муқаддасро модарамро бой додам ки баргардондани ин ғайриимкон аст. یعنی ببینید خانم آزما اینجا چیزی است که انسان هایی هستن که بعضا انسان ها مثال از دست رژیم دیگر مجبور هستن که ترک کنن دیگر اون منطقه را، اما انسان هایی هستن که مثال هیچ که مجبور شو نمیکنه، شکم او را مجبور میکنه، خاص برای خاطر شکم اومده 10 سال 20 ساله ها پسترین، یعنی روز هیچ وقت برای ملت ما یک کار خوب نمیتونه. اگر که یک 10 تا 20 تاش هم یک زواد یک جای ساز کار کنه، یعنی که یک شمار یک چند تاش، یعنی که یعنی آبش اگر گیریم بیشترش در همین کوچروی گویم که سترویکا، خب همین کارهایی که پسترین یعنی آخرین درجه کارا برای مردم میتونه. اومده در روسیه همین مردم آخرین درجه کارا میکنن. بله چون است آنها کوشش هم نمیکنن که بالاتر کارهای بالاتر یعنی که خوبتر دریافت کنن، اما با همون مقصدی میوین که یک چی دستاورد کنن، اما با اون کاری که آخرین صفت کار یعنی که آخرین درجه کار هیچی دستاورد کرده نمیشود. تنها شکم قرار یا که شکم خودت یا شکم اویله یا پدر مادرت همون هم نسک یا گراخ یا ماش خریده میتونی، گوشت خریده نمیتونی که مادر در طبقش پر گوشت باشه. اما قیمتترین چیزاشون گم میکنن، پدر مادر اکا دودر خورسندی خوشبختی این چیزا رو گم میکنن این مردم. با عوضی یک چند مقدار پولی ماهانه فرض کردیم 40,000 50,000 روسی، با عوض 40-50,000 روسی که میتیه او را یک قسمش پاتنت گفته میگیرن، یک قسمش دخترگذار گفته میگیرن، یک قسمش پراپیسکا گفته میگیرن، همونی که 50,000 اگر بتا 30,000 شا میگیرن، همون 20,000ش میمونه، همون 10,000 شا باز در احتیاج خود در روسیه استفاده میبری، 5,000 دیگه شا باز از دست مجبورن ملیساها کشیده میگیرن و 5,000 دیگر باقی رزق مادرت روان میکنی خونه. یک مقداری مایده روان کرده میتونه. بله یعنی از 10 1 روان کرده میتونی، 9 دیگرش در احتیاج خودت و باز روسیه برگردونده و پول میگیره. اما مردم ما یک بار درک نمیکنن که من 10 سال حیات ما باید داده ایستادم، عمر ما باید داده ایستادم. این رو ببینین که درست این رو ببینین که 10 سالها 15 سالها اونها از دور از فرزند، از زن و فرزند، خویش و تبار، پدر مادر، در این موبایل پدر میگذارد، مادر میگذارد، دیگه خویش تبارون میگذارد، مردم رفته اشتراک کردن نمیتونن حتی در جنازه هاشون، یعنی که غم شریک شده نمیتونن. تو چی اندازه ما رفته رسیدیم، مردم ما رفته رسیدن، ملت ما رفته رسیدن. برای ما این خیلی علم آور است. برای چی در تاجیکستان جای کار پیدا کردن نمیتونه؟ برای چی در تاجیکستان برای مردم ما جای کار آماده نمیکنن که مردم در خونه خود رو آباد کنن؟ باز میگم کی هست از نگاه شما همچون زن عیبی کی هست که در همین تاجیکستان کار نیست، جای کار نیست؟ کی عیب داره در همین؟ حکومت؟ یعنی خلق عیب دار نیست؟ خلق ترس عیب نداره در اینجا؟ ترس دارد. هر یک جوان مرد عیب نداره در اینجا که هر یک مردک وظیفه شد که وطن آباد کردن، ایستادن، یعنی سر ندادن. باید طلب میکردن، باید طلب کنن. در رقص میبروین بچه ها میرون رقص کردیستن، دخترها هم رقص کردیستن. ما 24 ساعت ای پرازنیک بای پرازنیک ای پرازنیک بای پرازنیک ای پرازنیک داری پرازنیک کودکای مایده از بخچه برآمده رقص کرده ایستادن. از بخچه یا دوده ایستادن رقص. عیب کی است؟ ما خلق، ما مردکا عیب نداریم. ما میگیم عیب حکومت از لپوتکر بگی چقری بکن. او انصاف نداره او حکومت. آخه کنیش نه تو چقری بکنی انصاف داره حکومت. این رو ببینین که مردم ما با یک برده نان طاقت کرده ایستادن. میگن شکرانه کنین، خدا با شکر کنه که تو یک برده نان یافته خوردی، خدا با شکر که تو زنده گشته ایستاده.
дар тоҷикистон шукр Не, кунем. гуфт барои ки чӣ ба забони русӣ ки фикр кунем ки мо жит накардестем ё ки мо выживание дорем аз гурснагӣ намурем. барои чӣ дар дигар давлатҳо инаму дар аврупо зиндагӣ мекунем, ҳатто дар Русия он маҳсулотҳое ки ҳаррӯза молики истифода мебаранд хӯрокворӣ дар он ҷо арзон аст, ба ҳама ҷо дастрас ҳаст, дар ҳама ҷо истифода бурда наметавонанд. инро мардуми мо ман дар Россия дар муҳоҷират будам. Мо мардуми мо дар Россия мо худмонда иҷозат наметем ки аз магазин ин ё он чиз дили хоҳмона харида омада пухта, мисол гирем як рӯз дил мехоҳад моҳӣ гирифта биёем, креветка, акрачка биёрем, жарид кунем, гӯшт биёрем, пазем бигем ба сери бихӯрем. Яъне ин чиза мо позволят намекунем. мо обшӣ ҳастем, системаи Россия мардум 10-15 нафар ҷавоно дар як ҷо зиндагӣ мекунанд, баъзан 20 қопчаи орд мехаранд, мардако худшон хамир мекунанд, худшон пӯшокҳошона мешӯванд, худшон авқот мекунанд, навбат қатӣ. ман ҳам кора мекардам, навбат да як рӯз навбат меояд, 10 нафаре 10 рӯз да як бор навбатат меояд. хай пӯшокҳоро ҳар ка худша мешӯвад, авқот мекунӣ, хамир мекунӣ. ҳамон чизе ки дар тоҷикистон мехӯрӣ, ҳамон чиз баъзан ҳолатҳо мешавад ки барои уҷа гудак ё падар модар гӯшна намона гуфта ку ҳамон чиза худта позволят намекунӣ. ҳамон гарох, мош, наск, макарон нам хеле зиндагӣ мекунӣ то ки уҷара бихӯронӣ. бале он маблағе ки дар Россия кор мекунӣ, агар мисли ҳамон як рус агар расход кунӣ, рави ба худта дилхоҳ чиста биёрӣ бишинӣ бихӯрӣ, айн мо ба ин мо ҳам ба худта мераса халос. аммо мо он чизе ки ба падар метем аз инаи шикам, нахе шикама ҷиқида сокша ҷафида камтарак дар шиками худмон дар дурунш партофта мемонем, и қарак намекунем. бале баъд падар дароӣ мекунем боқиша. инро бибинем ки дар ҳамон падар ба оила равон мекунӣ, дар ҳамон ҷо ҳам чизи сос гирифта хӯрда наметавонанд. ҳамон ҷо ҳам бо макарон, яъне як пачка макарона бигем ду тақсим мекунӣ мехӯрӣ, да нимша оилаи падарат, нимша худат. ҳам хел аст зиндагӣ. аммо чаро ин мардуми мо ҳамин қадар гум кардагӣ чизошон дар ҳаёт зиёд ҳаст ки ҳозир ҳисоб кардем биромадем, бозам ҳамин роҳ ихтиёр карда истоданд, бозам дар ҳамин роҳ фарзандошон оварда истоданд. нигоҳи шумо ҳамчун юриди як инсони бигем ки як мафкураш бозам кушодтар зан ҳам бошен, бовар кунед мафкуратон хеле ман мешиносам шуморо, яъне васеътар аст. яъне нигоҳи шумо чӣ аст? инро бибинед ки аз нуқтаи назари юридикӣ ман инҷо гап зада наметавонам, зеро мардум бояд худаш ҳал кунад ин масъаларо. инсонӣ, аз нуқтаи назари инсонӣ бошад, бояд дар ҷои худ онҳо талаб мекарданд. дар муҳлати ин чанд соли 10 солҳои охир бояд талаб мекарданд, худи мардумам обод мекарданд. дар ҳақиқат дуруст гуфтед, мардумам худ обод мекарданд, лекин барои обод кардани худи мардум бояд аз боло дастгирӣ шавад, аз тарафи ҳукумат дастгирӣ шавад ки мардум обод кунад, ҷои кори худро пайдо кунад. дар ҳолате ки нашава баъд чӣ кор карданд? не, бояд талаб мекарданд, аз ҳуқуқи худ бояд талаб карда тавонӣ. барои чӣ орд 300 сомон имрӯз шудаасту мардум хаб? барои чӣ барқ нест мардум хаб? барои чӣ талаб намекунанд? барои чӣ ба дар пушти дари ҳукумат ба дигар минтақаҳо рафта онҳо намекӯбанд ки барои чӣ дар асри 21 мардум барқ надорад? дар куҷо гуфта шудааст? барои чӣ як халта об 300 сомон дар ҳолате ки онҳо 500 ё ин ки 1000 сомон ина мегиранд маош? талаб бояд мекард. аммо як чизи нуқтаи хам намекард. мардуми мо фақат сар хам мекунад, шукрона мекунад, андаке интихоб мекунад роҳи муҳоҷиратро, меран кор мекунанд, гуфти шумо болопатка фақат ё ин ки ҳоҷатхонаи рӯсоро ё дигар ҷо тоза мекунанд, як ҳамон пайсае ки кам ба даст меоваранд равон мекунанд ба аҳли оилаи худ, то ки дар он ҷо намуранд. як чизи хуба зикр кардем. ман вақте дар муҳоҷират будам дар русияҳо, вақте зимистон мешид корҳо суст мешавад, мембара корҳо нест. яъне ки агар дар вақти сезон кор кунӣ, мисол ҳамун вақтҳо даврҳо агар кор кунӣ 20,000 18,000, зимистонда 8,000 кор мекардӣ. 8,000 ба чӣ мерасад? яъне дар зимистон вақте ки бачаҳоро мегуфтем ки мерем тоҷикистон наки дига зимистон шида 7-8,000 меёвӣ, ҳамин зиндагӣ дами худат да ҳилла мераса. мерем мегуфт куҷо мерем, свет нест дар оҷа.
امروز ما فکر میکنم که ببینین که او جوان برای نبودن سویت تاجیکستان نمیره اما همون مردک میگه خدشه یعنی که یک تاش ما امروز ما تصور کرده ایستادم این چیزا که مادرش پزولیت میکنه که در هم به سویتی بشینه پدرش ده اجازه میده که در هم به سویتی بشینه خودش نمیره همونجا میدونید برای چی؟ برای اینکه ما از حق خود طلب کرده نمیتوانیم ما از حق خود دفاع طلب کرده نمیتوانیم اون چیزی که برای ما ضرورت است ما طلب کرده نمیتوانیم ما ترسو شدیم مردم ما واقعا هم ترسو شد رقاص شد سرود خوان شد ما فقط همین در مدت 10 سالهای اخیر فقط همین رو با مردم آموختیم کجا شدن فقط رقص بازی شکرانه میکنیم تمام طلب نمیکنیم ما طلب رو تماما از خاطر برآوردیم همین ما از شما یک سوال کنم شما نغزگنده در دوره SSSR تولد شدگی نه درست در همین دوره SSSR در تاجیکستان گل درخت بود یا که نبود یا که نو شنونده نمیاره گل درخت همیشه بود به فکرم در همه جا بود آخه یازی مردم تاجیکستان همون گل آبادی گفته ایستادن خیال میکنم که در همون دوره نبودی چیزو نو یا پیدا شد که مردم میگه گل ببین درخت ببین آبادی را ببین همین گل درخت آبادی دیده ایستادن مردم گل درخت در همون وقت زمانی خود که بود از سر بود گل درخت آباد میکردن وقتی SSSR آباد نبود در وقتی سیوز آباد نبود این دولت وقتی با وقت ساعت خود ما آباد بود گل بود همیشه گل بود پس چرا این مردم گل آبادی دیده ایستادن یک چی رو ببینین که در وقت SSSR ممکن حاضره که خیلی گلکاری کردن در همونجا بیناهای بسیار آشنا بنیاد کردن شاید این خیلی نبود کمتر بود لیکن مردم صاحب خانه بود مردم گشنه نبود همین گل بود خودش در وقت همین گل رو خورده نمیشه وقت که گل بود همین کوچه دا گل بود برای چی نبود همون اگر کادروی وقت SSSR رو ببینین یه بار لینتاور آخر رو ببینین چرا امروز همون میگه کوچه رو نمیبینیم و گلکاری آباد است میگه همین گل آبادی است از نگاه شما ما بعضی وقتا میشینیم و میره تماشا میکنیم یا خیلی شکو میگه یا آبادی را ببینی گل ببین گویا که همین گل در تاجیکستان نبود همین امام علی آوردی گل آخه گل بود خوب اینا گلکاری کردن آباد کردن بنیاد کردن شهرها رو خوشرو کردن این در حالتی که گل هست درست آباد کردن بیناهای خوشرو اگر از دوشنبه یا اینکه از دیگر ولایت کمتر بروی سوید نباشد برق نباشد شکم مردم گوشنه باشد این گل چی در کار است این بینایی که بیناهای بلند آشیانه که سوید ندارد چی در کار است این رو چی فهمیدن مردم ما طاقت کردن مردم ما طاقت کردن نمیدونم با چقدر دیگه طاقت میکنن من یگون کس رو به یگون چه دعوت کردنی نیستم لیکن من فقط همین رو از حقوق خود دفاع کنن طلب کنن اون چیزی که با اونها لازم است باید طلب کردن رو یاد گیرن برای چی نیست برای چی برق نیست برای چی ارد قیمت شده است برای چی سبزی نرخش بلند شده است برای چی طلب نمیکنن سبزی ویتامینش بالاتر بوده است فهمیدن که سبزی ویتامین داره برای هم نرخش خیزون بس بودگیست بس است در هفته در دیگه جو کار کردن بیان طلب کنن کار رو طلب کنن با مردم کار از وطن خود میگن که در امریکا نیست مهاجرت یا اینکه در اروپا نیست هست در همه جا مهاجرت باشد لیکن اون مهاجرایی که ما رفته در دیگه جو رنگ غلام کار کرده ایستن و خیلی کار نمیکنن همینجا روز ما در یک ملاقات داشتم قطعی بگیم یک چند انسانی لازمی وقتی سوال کردن که گفتن که یعنی شرایط تاجیکستان در یعنی اروین زندگی انسان ها سوال دادن ما گفتم که مثال چه خیلی راضی ما оценивать کنم به تیم شما ده با ما گفتن که همون سредний класс оценивать کنین یعنی که سредний класс چه خیلی است ما از همون میبریم خلاصه ما گفتم ما نداریم سредний класс ما داریم بای ما داریم کمبغل ما بعضا ایزا میکشم من برای بیزا ایزا میکشم ما کلاس سредний نداریم این دولت ها دارن مثال گیم سредний класс معاشش مثال 700-800 هزار دلار سредний است میگیرن اکثر زندگیش میونه ماشین هم داره خونه هم داره اما چی را داره زندگی میکنه اما ما نداریم هم خیلی کلاس سредний نداریم ما داریم یک قشری بای و قشری کمبغل ما میونه نداریم خب این رو ببینید که در حالتی که همه چی محصولات قیمت است وزقواری قیمت است
بعد معاش اگر گیریم معاش میونه 1,500 میگیریم. 1,500 معاش میونه باشد در یک اوله کیم چند نفر هستند تقسیم کنید باید نمیرسد معاش. این رو ببینید که حاضر به فکرم در تاجیکستان نیست اوله که یک نفر اقلا در مهاجرت باشد. وای مجبور است که به مهاجرت رود وای کاری پستین رو میکند زیرا که در تاجیکستان گوشنه نمونند اهل اولش گوشنه نموند. لیکن خاموش باید در مهاجرت کار کند سلامتیش رو از دست دهد هم وای باید کار کند در همونجا. این اگر برآمده میاد و اویا به وطن گشته میبید اویا نمیبید. ببینید که چند جوانو مرده ایستادن کلان سالون مرده ایستادن هم از چیه؟ پس چرا همه انسانایی که همین حالت تجربه میکنن و خداشون اما باز در همین حالت فرزنداشون آدما میارن باز در همین حالت باز در همین حالت بگیم که نو پتون کشه میاره و نمیبروین نمیگن مردم که نیاین نمیجا نیست همینجا شما بای میتین در جای یک چیز دستاورد کردن شما حیاتتون بای دادستین همه را بای دادستین در اینجا چرا امیره نمیگن همون کلونو؟ من برای همین حیرانم من نمیدونم برای چی. من امروز خصوصا برای اپای چراز شما را قبول میکنم من خصوصا برای اینمی این برنامه را کردم که چی با مردکای ما وقتی که میگن که یک آدم در چقری زد باید خفابدگی را بگه که برادر چقر است احتیاط کرد. چرا همین انسانو زده استن در چقری با خاموشن که با خودشون فرزنداشون آورده در هم چقری پرتافته استن در مفکوره به فکر من مفکوره بسیار رول بازی میکنه. اونو غیر از اون چی که میبینن کار میکنن لپوتکا با یگون چی دیگر هیچی نمیبینن در اون بین که چند ساله ها فقط حیات رو در همین میبینن یا اینکه برای خواندن فرزند خود مبلغ پیدا کردن نمیتونن زیرا در تاجیکستان همش با مبلغ است. دانشگاه ها همه را میدونن چی با فرزند به دنیا میارن میدونن امرو خروندن نمیتونن میدونن خونوندن نمیتونن میدونن پوشوندن نمیتونن میدونن که آیندهش مردی کار میشوه برای چی همون فرزند به دنیا میارن؟ فیزیولوژی یه نوشرگی فیزیولوژی شوه باید وقتی خیلیت هم میکنیم از مایل فیزیولوژی داری دیگر هم فیزیولوژی گفته درست 5-6 تا میبروری بدی چی فیزیولوژی است؟ واقعا هم مشکل است. پیغام شما معظم خان و همون مردهایی که فردا فرزنداشون به مهاجرت آوردنی هستند همون دادرهایی که فردا مهاجرت آمدنی هستند با پدرای نمون انسانایی که اجازت میتن که فرزنداشون به مهاجرت رو به غربت پیغام شما چی است با همون مردم؟ پیغام من نبیارند فرزنداشون نبیارند به مهاجرت کمتر کوشش کنن در وطن طلب کنن حق خود رو طلب کنن جای کار رو طلب کنن به سویتی نشنن بوشام نشنن عین حالو لیکن طلب کنن که سویتی ما رو بیته برای چی در قرقیزستان هست برای چی در افغانستان هست برای چی در ما نیست برای چی خالطه اود اینقدر برای چی مبلغ معاش اینقدر طلب کنن. در اروپا یک وقتی در یک جا 6 تا بودیم یک نمیدونم زودروز بود چیزی بود 6 تایی بودیم یک دشنوز خطی بعد света киштану шамонда гуфта романтически ужин мешава ма гуфтам мебахшем мо 30 сола романтически ужин дорем гирён кунед света биё мо бе романтически бихрем баъди ман рафтам бояд бишинем романтически кунем дар аврупо мурдани свет яъне хомӯш кардани свет ба шама овқот хӯрдан романтика медонанд не ки шояд мо тоҷико бехабар ҳастем ки 30 сол романтически зиндагӣ дорем. بیچاره توجیکای ما فقط در رمانتیک زندگی دارن عینه ها ملتی 10 سالهای اخیر میگوییم در اینجا اگر برق رو خاموش کنن شامونن رمانتیکی باشه دیگه در اونجا همیشه رمانتیکی فصل زمستون شاید همین فرزندای پشتی همین رمانتیکی بعد دنیا اومده هستن پدرشون بیخبر هستن اوجنو رمانتیکی میشه و بعد فرزند بعد دنیا میویه واقعا هم پیغام شما پیغام من طلب کنم که من یک شوخی کردم امروتون خندیدم کمتر بود نفس کردیم طلب کنم قاعده داشته باشه این شوخی اصلا خود طلب کنم این روز چهارشنبه من باز برنامه امید کرده استادم شما رو هم دعوت میکنم البته آزادی وجدان وارد شوین مردم وارد شوند برادرای عزیز دوستای عزیز کدامی که подписаться نیستند کانال اینا نام کانالتون رو معرفی کنید
حتما نام کانال معظمه کدیرова معظمه адвокат معظمه کدیرова адвокат معظمه قدیرова یعنی که کانال دارن شما میتونید دوستای عزیز دستگیری کنید و آینده بسیار چیزا را برای میبخشین چشم سوخته کرد آینده برای خودتون چیزای لازمی یعنی سوالهای لازمی از نگاه حقوقی و از دیگر چیزا و برنامه بینهایت خوب است. ما هر خیلی برنامه در اشتراک نمیکنیم که این برنامه امید یک درآمده معظمه خونده اشتراک تشکر. این رو ببینین که لیکن با مردم ما اینقدر برنامه حقوقی پسند نمیاد، برای چی ما حیران میشوم بعضا تماشا میکنم در حقیقت همون رقص و بازی باشد یا بعضا برنامه‌های فحش میبینین همون подписчикош کیم چند صد هزار تماشابینش باز زیادتر. مردم ما که از حقوق مردم چیزی مفکورش میبینن او چیزی قبول نمیکنن. درست از حقوق خود نمیخواهند فهمند خبردار شوند. امروز بعد در ببرقی میشنن در همین گرونی میشنن رفته در دیگر جو در مهاجرت کار میکنن. تشکر زیاد معظمه خان برای اشتراک شما با توصیه‌های شما. انشالله امیدوار هستم که من با برنامه شما قرضدار نمیمونم با برادرم میتونم رشاد میکنیم قرض انشالله اومدگیتونه بسیار فکرهای خوب و انشالله امیدوارم که باز در برنامه دیگه هم فعالیت و شرکت میکنید. زنده باشید. میتونیم بجه این روز اپای چروز هم بگیم که میدونه. سلامت باشین معظمه خان. خب من نگم انا خب اپای چروز السلام علیکم. السلام علیکم. سوز انتیجن سلامتان خوب کن. همین قد کوشش کردم که نشد کن. چوا؟ ما یا ویدیو شما را روی کردم خاطرتان باشد ناکن. حاضر مردم تاجیکستان مرد که حساب کنیم اپشت مرده چخل کار کده سه من نمیدونم اپشت یک مرده ناموس نباشه ماسکو با یک بچه مرد ماسکو با یک بچه مرده گید همراهش گفته است همراهش نمیدونم یک شناسش کارت نمره خودش نمونده اپشت همین مرده کار کده است نخواد که این هم تاجیک باشد من نمیدونم. اکه من خیلی بینم او انسانی که وجدان نداره ما کارا میکنه. انسان وجدان نداره. اپشت مرده اکه میبخشید اپشت مرده چخیل آدم کار میکنن اینم تاجیکه نخواد اینم مخاجره نه آمدگه اینم مخاجره پدر نداشته یک مادر داشته. من همین دیده پروستت همین قدلم ساخت تاجیکای ما همین قد وجدانش نمیدونم ایمانش نمیدونم همین قد پسترین خلق شده رفته است تاجیکای ما. اینترنت میبراید چیزی که شود همین تاجیک چیزی که پسترین کار شود همین تاجیک میکند نخواد که آبروی تاجیکا را همین قد پس میزند که سه چهار تا بیسوادا سه چهار تا نمیدونم همین قد حیوان هم خوبتره چیم همین خلقه چیم همین بچاره من نمیدونم اینا خودشان مرد حساب میتوانند اینا مرد نیستن مردکای هم حرام میکنند زنکای هم حرام میکنند خوب گفته میتونم خوب گفته اپشت یک مرد کار کردگی انسان را همجم شوین این مردم ها همجم شوین اپشت مرد کار نکنین التماس دو سه تا همین چیزا رو من دیدم دو سه تاشه آخرش من چشمم پوشیدم نتونستم مجبور شدم که من بروم خیلی شد من نبروم دوستی بودم که چند تا پرابلم داشتم همین پرابلم حل کنم گفته پروسه نشد با من زنک هستم پرابلم خودم من خودم حل میکنم مردم اپشت مرده ها بموریدن اخبارتون همجم شوین ای مردم همجم موش شویتون ایناق شویتن همین قد وزمینه ازبکستان نگاه کنیتان بچه‌شان همش یک دیگرشان حمایه میکنن یک دیگر دستگیری میکنن نخواد همین ازبکا شده نمیتونن کدام ملت نگاه کنید یک دیگر فهمی هسته یک دیگرشان دستگیری میکنن تاجیک نگاه کنید تاجیک
پسلین نوچراتای در کجا روید پسلین نوچراتای اور نامز نمانده خلق ما با اور ناموز نمانده در کجا رویم که تاجیکا را گاب میزنه در کجا همیرا پدر مادر چه خیلی تربیه میکنن که فرزند کلون میشه و هم خیلی میشه اینا تو 18 سالگی در اون روسیه میوید تو 18 ساله را در تاجیکستان است اکا داره پدر داره مادر داره عمه داره خاله داره تقایی داره بابا داره ماما داره همین قدر انسان هم فرزند چه خیلی تربیه میکنن که هم خیلی حیوان شده کلون میشه و فرزند اکا جان سوال شما با من جوابم همین که پدر مادرش اولادش حرامکار شده اینا را همین حرام لقمه کتی خوراندگی پوشاندگی برای همین خلق حرام شده دنیا میآیند همین خلق حرام شده میمورند اولادش حرام شد بودگی اینا را این حلال نبودگی تاجیکا را زده که خلق همین مرده ها را دیگه روشن وقت سیوز و وقت همین نوبه چی میگد همین خیلی شده آمدگی این اولادشان که پس بودگی برای همین پس شده میبیاید این اولاد اینا را هم پس میشود برای چی که اینا همین خیلی شدگی خونش که وجود شده رفتگی اینا همین آدم فجع قبر میکند تغره میکند میگه قبر دیگه چیز نه آدم فجع فقط قبر تغره میکند اینا را از زندگی این وزمینی آدمگری تغره نمیکند آدم خوب نمیبیاید اینا کار خوب نمیبیاید دستشان فقط تاجیکا را پس زده میبیاید اینا پس زده آمدگی اولاداشان حاضر فرزنداشان همه خیل کرده فرزنداشان همه خیل کرده میآیند اینا دیگه گپ ندارم من خلق خودم بخشش میپرسم از دیگران این خلق که آدم را پس آدمشان نه موندگیشان بخشش میپرسم من برآمدگیم حقیقت گپ زدگیم این بخشش میپرسم گپ حق گپ زدن این حقارت کردم اینش من بخشش میپرسم تا کی حق حقوق خودشان طلب نمیکند تا کی تاجیکستان با سوید نیست 4 ساعت سوید میدهد 4 ساعت همینم تا کی 4 ساعت هم همینم وجدانگری انصافگری همینم تاجیکستان گفت که ما قرقیزستان قطعی قطع کردیم یعنی دیگر قرقیزده سوید نمیتیم اگر سوید تاجیکستان در قرقیز نتیان در ازبکستان نتیان در افغانستان نتیان کجا کرده استودن این سوید از نگوش روسیه میفروشن دیگه ملتان میفروشن روسیه که علاقه‌شان خوبه خوبتر میدونید برای همون تاجیکستان سوید هم براتون معلومات شو اگر نمیخیل عد کریتا کرده بگم خفه نشین افغانستان در حاضر که طالبا سر قدرت آمدگی است گفتگی که پول نداریم که سوید تبته ایجا مردم به سوید نمونه به پول در افغانستان داده است تا که با طالبا اتنشینشون نقص کنن قطعی و طالبا اومده بشینن سلام علیک کنن به پول در افغانستان داده است اونم طرف او افغانستان که سویتا شب روز فراوان نمیخواد چراغان است تاجیکستان سوید نداره امام علی برای که خودش شیرین کنه در پیش طالبا سویتا به پول داده است نمیشه یا تیم پول نمیگیره پدرکه که تو که خوب شوه فردا قطعیشون شین خیز کنن برای چی که طالبان آمده کشتن نروان گفته با پدخلمی کرده است امام علی پدخلمی چه آقا امیر طالبان پدخلم کردن خلق خودت به پدخلمی کن همتره خلق خودت بالاشان از سر بالاش میبردارد تره انصاف ناانصاف شده تو ناانصاف شده اولاد ناانصاف بود این پدر همین امام علی پدر خودش نمیدونه به فکرت برای همون همه خیلی حرام بود دیگه اولاد این حرام بود همه خلق همه خون گریان کرنده است که وفشت خلق به نزدیک میخزد خسته است در کجا میگریزد مانده که همین منتا در کجا شما میگریزن شما پول ندارین حکومت شما پول ندارین در کجا میگریزی خلق تینج بمانید امیدوار همین خر نشوین امیدوار همین نامش گفته نمیتونم امیدوار همین خر نشوین این خر میگریزه پول دارد همه چی دارد
همه چیز خورد. او 30 سال درست خورده است اویلش. شما در کجا اپشت کی پات خالمی کرده استن ای حکومت اپشت کی یه با نزدیک خلق بخیزد کافه شما دود میکند کافه شما پس که ما میموریم پگه با دیگه یک تا دیگه میبیاید شما پروا نکنید همه خلق خب کرده نمیتونید خلق بخیزد کافه شما میسوزد خون میریزد پلی بامو خون نریزد التماس نرسیتون خلق سویده بیتیتون کمتر نرخا را پس بکنیتون اینقدر 5 آدم همین دهانتان تکنید دهانتان میدرد به نزدیکی اینقدر ناانصاف نشوین شما یا مسلمان هستین کمتر فهمید خلق گوش نه غریبان بسیار هیچ گم نه غریبان من نمیگم هیچ گم نیست نان خودشان خورده است خودشان پس زده است اتک یتیمار چیکار کرده است چیکار جوان مرد مرده است همین گودکشان چیکار کرده است گشنای تشنای کیم گجاها خواب می رود کیم گجاها کوچه و کوچه خوبه اینو شما انصاف ندارین وجدان ندارین همین ناانصاف شدین اگه شما نمیمورین پیش خداوند جواب نمیدین شما این پیش خداوند تا رفتن همین درون قبر یک بار فکر کن قبر چخیل عذاب میدهد تو کیم چخیل جوات نگاه شما را اجداد دارد تا روز قیامت روز همین قبر فکر کنیدن کمتر من قیامت گم نمیزنم همین قبر نزدیک شما با قیامت خیلی دور های حالی تا قیامت چقدر شما عذاب میکشیدن دو وای کده کمتر قبرستان رن بعد فکر میکنی که پیگه مردن اتا ای همین قد ناانصاف شدین همین قد بیوجدان شدین ای حکومت اوجی باس بودگیست همین قد دل من ساخته است خلق خدا توکای اوجی باس من خیلی کمتر امین هستم چی بگه بیسواد میگوید امین غریبانه هم من بیسواد هستم این سواد داره هسته که همین قد بیوجدان شده رنگ کریسه اوجی باس رنگ کریسگی کمتر مرد شوین چند کریسگی که دنه کرته ایزار پاشین همین خیلی حکومت فهمیدین پیش چیم همین شین پاشیدن همین فوتبال که پاشیدن کمتر کرته ایزار بپاش همین که خوبتر میشود بس کن خلق همین که خورد خونشه اوجی باز حکومت اوجی دیگه گپم نماد همین گپ نمیزنم گفته بودم که اوجی نشد تا من نمینم آورد اوجی باز اوجی اصلا یک چیز در حیران هستم یک سوال دیگه دارم امروز شما گپ زدین من گوش کردم گفتم که تا آخر فکر نظرتون بگین یک چیز دیگه در حیران هستم همون مرد چی خیل خوب میرود در روسیه فرض کردیم удобствоش خوب است انا свет داره отопление داره خونه داره فرض کردیم کвартира снимать میکنه چی خیل خوب میرود در همون خیل جای удобство خوب در حالتی که در تاجیکستان مادری او بسویتی 6 تگی است فرزندش در بسویتی 6 تگی است مایلی زنش هم میگم حساب نمیکنی برای که در مردم ما زن قدر نداره فرزندش مادرش پدرش اکا دودر خودش در نام خنکی و کمر قطعی زندگی دارن چه خیلی مرد در میتونه که در روسیه در تای سویت زندگی کنه اینا وجدان ندارد نمیخیزد که وجدان ندارد گفته است که همین جبه بسیار تاجیکستان خدا ما همین جبه بسیارش زندگی میکنند خانه دیگه اینگه بر بسیاره همین جبه بسیار حاضر در مرک شده شمیده رفت من برامده شمید دیده رفت اینا یا من پرسیده استم برای چی شما نمیبره حق خودتان طلب نمیکن اینا گفته است که پدر دارم مادر دارم میترسو میبرن یگان چه میکنن من نمیترسو من گفته نمیتونم اویله من تینجای همه چی هسته 100% میگه من دیگه راشکت کاردار ندارم میگه ندارم کندم آخر سخن گفتنی داریم با مردم یگان یا که آخر سخن من خلق خودم من بخشش میپرسم سخت گپ زدگی باشم اتک همین با
می ارزد. خلق خیزین اوجه همجم شوین، یک موش شوین، شما را یگان کس یگان چی کردن نمیتوند. این تپک شما خلق هستین، خلق هستین، این هسته. شما نباشین این هیچ کسی، این تپک این منپول اویلش. همجم شوین، یک دیگر فهمی کنین، یک دیگرتان حقتان نخورین. به وجدان به ایمان نشوین، ایماندار شوین، کمتر انسان فهمین. ببراین آخی حق خودتان طلب کنین. من گفتگی من همین بود. بخشش کن، سلامت شوید، در پناه خدا باشین. سلامت باشین. برای فکر و نظراتون ای در پای چراز راستی 2 ساعت شد ما برنامه را برده استودم. من خدمت بگیم که کمتر خسته هستم و جنبستش میکنیم در اینجا برنامه را. کامل قبول کردن اتوشتم از همتون از این دنیا تا قیامت هم منظرت برای که شما ما را فهمید خیلی دورتر، یعنی که شتگی هستم دراز. ما هم زندگی داریم، حیات داریم، خودانی داریم، میونمون در میکنه. دوستای عزیزم در این برنامه من این برنامه را موندم و یعنی که با یک انسان صحبت کردم. مقصد من از اول گفته بودم. در آخر میخوام همین سخنها را جنبست کنیم و فکر نظر خدمت بگم. برادرای عزیزم، وقتی که ما غریبی سفر میکنیم ما دست آورد زیاد داریم یا اینکه بگیم که گم کردگی چیزهامون زیاد است؟ یعنی ما پلوس میریم یا که مینوس یا که همون جا مونده میستیم. اولین چیزی که ما در غریبی گم میکنیم این سلامتی است. اولین چیزی که ما گم میکنیم این چیز است که سلامتی است. ما و شما را گم میکنیم. او اسلوبی که ما تا زندگی میکنیم او خنکیو دا، یعنی که ما مطابق اوجا کلان شدگی نیستیم، یکی میویم اکثرمون بگیم که اوجه مایب میشیم. یعنی که اولین چیز گم میکنیم حاضی درک نمیکنیم. شاید که یک یاشتریم او قدر نمیفهمیم. دومین چیز ما محبت، مهر، پدر، مادر، اکا، دادر، میدونید اکثریتمون نه توی شدیده میتونیم نه مرده شدیده میتونیم. یعنی این چیزا ما گم میکنیم. و چیزی دیگر ما گم میکنیم، منتالیتت گم میکنیم. چیزی دیگر ما گم میکنیم، منتالیتت تاجیکیمون رو گم میکنیم. یعنی آمیخته میشیم. ما طبیعتی اوجه قدیم. و از همه چیزی بزرگترینی که گم میکنیم این ناموس است. برای مرد این ناموس است. ما اونم ناموس رو گم میکنیم. قدر احترام رو گم میکنیم. اول تاجیک بگن در نظر انسان اینمی تری میتواند، یعنی که تاجیکستان بگن. یعنی اون چیزی هست که حرمت، احترام، اعتبار، میگیم که یه مردک هست. یعنی که اینمی چیزا ما گم میکنیم. نیستی چیز نمیمونه در تاجیکستان یا که بگیم در روسیه یا در دیگر دولت. ما حتی که در اروپا در اینترنت میدروین در باره تاجیکستان معلومات میگیرن، حال احوال تاجیکای ما را ویدیو و غیره چیزایی که در روسیه است میبینن. یعنی چیزا اوجه در همینجا اعتبارشون اوجه شکستگی است. برای چی؟ برای که مرد و دولتی که مرداش غرور داره در احوال نمیزنه. و اکثریت ما فرزندامون رو گم کردیم. اکثر پدرای هستن که حالی امروز میبینن فرزنداشون رو در غریبی گور کردن، حتی که مردش آورده در تاجیکستان گور کردن نتونستن. یعنی این خیلی حالت ها به نهایت زیاد است که یک قبرستان تاجیکی هم یک روز در نوارش برآمدگی بود که همه تاجیکان در همینجا قبرستان بود. یعنی که اون چیزی که هست که ما گم میکنیم. شرف گم میکنیم، شان گم میکنیم و ناموس گم میکنیم. و همه ای را گم کردیم. ایمان هم گم میکنیم در مابین شما.
дигар мо ҳечимо намемонад. фақат як номи тоҷик дар мо мемонад. боқӣ монда ӯ дар бренди тоҷик чиё ҳаст ку ӯро ҳамаро гум мекунем меравад. ин чизое ҳаст ки баргардонда наметавонӣ дигар. он чизое ки мо ози ном гирифтем, ӯ чизе ки рафт аст, ӯро дигар баргардонда наметавонӣ, намеояв дигар. ба ягон қиматӣ ӯро ту харида наметавонӣ. агар падарат гузашт 20 сол 15 сол дар пеш падарат нестӣ, 10 сол 8 сол нестӣ. вақти ӯ гузашт, агар ки тара президенти Россият монанд, дигар ӯро гардонда наметавонӣ. вақте ки модарат дару бесоветиҳо зиндагӣ дорад, дару азобҳо зиндагӣ дорад, ба кумр, ба намедонам чизҳо, худат ҷавон дар Россияям, вақте ӯро гум кардӣ, ту агар президентат монад, дигар ӯро гардонда наметавонӣ. дар Амрико президентат монад, дигар ӯро баргардонда наметавонӣ. ӯ саломатие ки ту гумш мекунӣ, ӯ саломатие ки Эмомалӣ дар миллионҳо долларҳо хича табобат мекунад қати фарзандаш ки имрӯз соз битовад, ва тан ҳамун саломатиро Эмомалӣ миллионҳо расход мекунад барои саломатии худаш, тан ҳамун саломатиро дори имрӯз дар даруни стройка, дар даруни вагон гум карда истоӣ. ва чизи дигар аст ки мо аз ҳама мисли чукчабарин кӯтоҳ умр шидагӣ ҳастем, яъне мо ҳаёта гум кардем. қабристони Тоҷикистон ӯ рӯз равон карда будам, рафта будан сари акам. ман гуфтам хел як бигард, видеозвонок қати занг задам, гуфтам хел бигард як бинем. шумо агар ё бовар кунед ё бовар накунед, 1.5 соат дуруни қабристона гаштааст. ҳамин 80 сола ва 85 сола умрҳо, ҳамунҷа навиштагӣ, ака ҷое ки навиштагӣ аст намедонам, навиштагӣ надора уша гуфта наметавонам, ҷое ки навиштагӣ астанд, ба чилик ҳисоб мекунӣ чанд донае дар ҳамунҷа. аз 30-35, 40-45, 48, 50, 51, 55, 53 сола ва 48 сола, 47 сола ҳисоб надорад. мо ҳаёти мо мисли чукча шидагӣ аст, амри мо мисли чукча. яъне 40 сол аксар 38, 40, 41, 45 то 50 ра нест. бирен як бор қабристона худтон назар кунен, як бор бибинен худтон, баъд баҳо битен. баъд як бор баҳо битен ки мо кадом, мо на бобомону бобокалонумон 80, 90, 100, 120 сола мешидан зиндагӣ мекардан. имрӯз ана ҳамон умра мо 50 омада расидем. 49, 50, 55, 45 рафтестем. тамоми чиза мо аз даст додем барои ки мо Россия меоем кор мекунем, як чи мекунем ба худмон гуфта. мо ҳамаро аз даст додем. ҳамаро. виҷдон, номус, падар, модар, нанг, зиндагӣ, ҳаёт, фарзанд, зан, зане ки мегириш солона як моҳ 20 рӯз дар қичоқи ӯ хоб мекунӣ. дар як сол. баъзеҳомон дар 4 солам дар қичоқи ӯ 10 рӯзам хоб намекунем, 20 рӯзам. баъзеҳомон. мо чӣ дастовар дошта бошем? оё барои мо стоит аст ҳамин ғариби муҳоҷират омадан дар Россия ҳамин кора кардан? барои мо стоит ҳаст, арзиш дорад? ба ивази ин мо чӣ кор карда метавонем? ба ивази ин пули коркардаги мо худтон баҳо битен. ва он падарҳое ки 30 сол, 20 сол, 10 сол, 15 сол, 8 сол, 10 сол заден дар Россия то имрӯз ҳичи шидагӣ настен,
فردا پیش از آوردن فرزندتون در مهاجرت یه بار چقدر فکر کنین که در 20 سال خودتون چی دستاورد کردین امروز فرزندتون همونجا آورده ایستاده. و او انسانایی که دوداراتون و خیش تباراتون و جیاناتون فیرات کردنین در روسیه بیا اینجا کار میکنی 20,000 30,000 50,000 مایلی یک بار قفات نظر که 10 سالی که در همونجا هستی چی دستاورد کردی و چی گم کردی. ترا دستاوردت بیشتر است یا که اون چیزی که گم کردی بیشتر است. البته ترا گم کردگی چیز بیشتر است. پس کجا تو خودت همون حالت انالیز کرده نمیتونی یا که میتونی و در همون غربت بازم فرزند خودت میگیری میاری. کجا میاری فرزند خودت؟ بازم فرزندی تو مثل تو یعنی نزدیکاش گم کنه، مثل تو بوری از مهر محبت از دیدار از صدای مادر دور شود. پس این قضاوت هموطنای عزیزم در دست خود شما است که آیا شما بیارین فردا فرزندتونه یا که نیارینش. افغانستان جنگ میگین 30 سال میگین جنگ است، 40 سال میگین جنگ است، 70 سال میگین. یکی اما 70 سال همونجا ایستاده است مردمش با همون جنگش هیچ که نمورد از گرسنگی. وطن حمایت کرده اما اکثر ما برای یک خریدن اوپل میخیزه میویم. اکثر ما برای یک خریدن اوپل میخیزه میویم که رسید اما کار کنم برام یک ماشین اوپل بخرم. اما با ایواز ایت ناموس تا گم میکنی، با ایواز ایت وجدان تا گم میکنی. شاید با ایواز اینمی اوپل میچتا ایت مادرت گم شود از دنیا بگذره، پدرت از دنیا بگذره دیدش نمیتونی، اکاد از دنیا بگذره، دادرت از دنیا بگذره، اپا و خواهرت نمیدونم یک نزدیکت با امید یک حواس اوپل میخرم. شاید نزدیکترین چیز تا گم کنی با میچتای اوپل. اما دیگر او اوپل هم بخری مادر گم است پیدا نمیشه و دیگر کارم هیچ. اگر که خواهی صاحب زندگی و ماشین و اوپل خونه و در باشی پس وطن تا سخت بکن و نمان در داخل وطن یک گروه غارتگر دزد بالای تو رهبر باشن. پس اختیار رهبر زندگی درست در دست تو است. وقتی که تو خودت کردن نمیتونی پس رهبر اختیار کردن در تو است. تو رهبر هم اختیار کردن نمیتونی. پس چرا تو دیدی نتونسته ایستاده از این رهبر و مطرح نمیخوام اکی نهی بیا تو رهبر شد. شاید تو سستر میکنی. اختیار رهبر خودتون کردن نتونین از دیگر چی مینالین؟ ما نمیگیم شما جنگ کنین، ما نمیگیم یراق بگیرین، اما همچون انسان میدان برآمده حقوق خودتون طلب کردن که ای انسان ما ترا نمیخواهیم. 30 سال شده پدر نلد 30 سال شید فقط کیف رستم کرده است، سامان کرده است. 30 سال در خانه تو سوید نمورده است، 30 سال در خانه تو گاز خاموش نشده است، 30 سال فرزندای تو یک بار تنقیسی در درون واگن خواه نکرده است. اما ما خواه داریم تای پشتی ما ایتری کتگی داری. پس تو ما را فکر نکرده استی، فرزندو تا فکر داری، برو سگوم چه در کار نیستی. ما رهبری نو بخد انتخاب میکنیم. حتی که مردم تاجیکی ما انتخاب کردن نمیتونن، میترسن برای انتخاب که مرا میکشه. پس کجا آبادی شود؟ آبادی از کی طلب داره؟
کی براتون آبادی کنه؟ خواهی که آبادی میشوه پس انتخاب رهبر درست بکن. در انتخاب کردن نترس. او دشمن هرچی گفتن میگیره. تا دینره طالب تروریست میگفت. امروز سویتا به پول داده ایستاده است. امروز طالب جان میگه امروز تیار است که سوسکای طالب ابو مکه تو دینره پافشاری کرده طالب تروریست میگفت این امام علی و امروز هم گرد اطرافش هم تو این امروز تروریست میگفت. یکی امروز چیکار کرده ایستاده؟ امروز سویتا به پول داده ایستادن طرف. امروز تو به سویتی طالب میگه که من امروز آمدم سر قدرت، مردم ما باید اکا از این پا بعد باید تنقیسی نکشن. کو سویتا بته؟ امام علی نمیگه که من 30 سال در سر قدرت هستم، اگه 30 سال مردم تنقیسی کشید من نمیخوام که امروز هم تنقیسی بکشن. امروز طالب بیشتر از رحمان فکر ملت داره. فکر مردم افغانستان بیشتر از رحمانوف کرده ایستاده است. امروز طالب غم مردم افغانستان بیشتر از رحمانوف خورده ایستاده است که 30 سال رحمانوف فقط رقص بازی و پیشوا و اساسگزار صلح و وحدت کرده است. امروز طالب بیشتر کرده ایستاده است. امروز طالب تیار است که برای احتیاج مردمش رحمانوف بگیره در کرسلو بشنونش. تیار است. این یگون جایی بگیم که بجوش نیست. پس همونه که رحمانوف 30 سال طالب تروریست گفت همون طالب خوب است یا که این 30 ساله که اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت غمخوار ملت پورا را یک جمع کردگی شعر و سروداش این خوب است؟ کدامیش خوب است؟ کدامیش بیشتر غم ملت میخوره؟ کدامیش میخورده است غم ملت بیشتر؟ طالب غم ملت بیشتر میخورده است یا اینکه این اساسگزار صلح و وحدت پیشوای تاجیکان دنیا و تاجیکایی که مایده چویده خیلی یک منطقه را قبول نمیکنه دنیا اما ایلوی دنیا این طرف دنیا از او طرفش تو او طرفش پول نمی کوادرات دنیا ده که جایش ده یک انسان تاجیک باشه این پیشواش است. کی غمخور بوده است؟ کی تروریست بوده است اینجا؟ امروز طالب کوشش داره که غذا قطعی مردم تامین کنه، بخطری مردم تامین کنه، امنیتی مردم تامین کنه، زندان ها را آزاد کرد. امروز طالب زندان ها را عفو کرد، همه را آزاد کرد. همه آزاد ما افغانستان میسازیم. طالب تروریست میگه رحمانوف، اما همون تروریست زندانیا را آزاد کرد. رحمانوف پیشوای تاجیکان دنیا تاجیکان را در داخل زندان داخته است و در داخل زندان ترک کرده قتل کرده ایستاده است. 2.5 میلیون شا مهاجر کرده ایستاده است که طالب گارانتی داده ایستاده است که در امریکای در فرانسه فرق نداره در کدام بهترین دولت شرایط زندگی داشته باشی افغانستان درش برات کشودگی است. برادری عزیزم تو افغان هستی، تو افغانستانی هستی، تو را زادگاه دیجه است بر بگرد بیا دلخواه شرایطت بیزنس تجارت بکن امنیتی تو را ما گارانتی میتیم که هیچ که نمیرسد. امروز طالب که همونه که رحمانوف 30 سال طالب تروریست گفته در تمام تا تریبونای آنا تا نمیدونم دیورا پارلمنت در تمام جا رفته طالب تروریست گفتگی رحمانوف است. حال با اشرف غنی طالب با تروریست گفتگی نیست. همین یگان بار تروریست گفته ایدانش برآمده مونده باشه گفتگی است. نه که رحمانوف در جلسه زنا هم طالب تروریست میگفت. زنکو را جمع کرده جلسه میکرد نواروش است. طالبای تروریست کودکا را در مکتب رفته در صنفشون در اومده این امام علی نوارش است. طالبای تروریست گفتگی است.
در تمام جا طالب تروریست 30 سال گفت اینا میگه 30 سال در تمام جا گفت که طالب تروریست یکی همو طالب تروریستی گفته رحمانوف امروز اومده سر قدرت غم ملت خورده ایستاده است و مثل رحمانوف واریا را نکله نمونده سویتاش کشیده گرفته با مردمش داده ایستاده است به پول پریچم به پول داده ایستاده است بگی میگه بچهش بخیر سویت میگم روشنی که اودیخ که میگه وای اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت تاجیکان دنیا 30 سال شد تاجیک میکشه خودش 30 سال شد تاجیکستانی زندان میکنه 30 سال شد تاجیکستانی را 2.5 میلیون شاید 10 میلیون اهالی 2.5 میلیون شا مهاجر کرد در بدر کرد این غمخوار ملت است و طالب غم ملت هم میخوره رحمانوف میگه او تروریست است پس مقایسه خودتون کنید هموطنای عزیز کی غمخوار است کی تروریست دوستای عزیزم امیدوارم که امروز موضوع ما برای شما فهمو بود و بگیم که دستاتش نبود هموطنای عزیز باقی قضاوت در دست شما است یعنی اون چقری ها اون آب و علاوه که خودتون غلطیدین اگر روا ببینین فرزنداتون فردا بیارین مردی کار کنین نه اگر که این خطاگی ها برای شما درس شده باشه ولی میگن از خطاگی های گذشتگان با آموز دمو یک تاجیکی مثل خوب است ما از خطاهای گذشتگان می آموزیم اما تو از خطای خودت با آموز امروز فردا بچه تا مردی کار نکن توصیه ما براتون نمی خبر هموطنای عزیزم و امروز هم موضوع را ما با پایان میرسونیم خدا نگهبانی هر یک تایما و شما کم بود زیاد بود خطا بود راست بود همتون بگیم که قبولش کنین و کوشش کنین دوستای عزیزم پادپیسات کنین این نوار را پدیلیت کنین در فیسبوکتون در دیگر چیزاتون که بسیار نوار بگیم برای این انسان مهم است باید آدم گوش کنه بشینه بر فکر کنه که ما از خطای گذشتگان نه بلکه ما از خطای خودمان بآموزیم که فرزندمون دارن ما خطا تله نکنیم یکی بسیار مهم است باقی تشکر زیاد کدامید که وقت قیمت خودتون گذروندین پدر بود کدین استودین خدا نگهبانتون